حمد خدای پاک را و درود مر مصطفی صلی الله علیه و سلام را و سلام به هر یکی که شما تماشابینان عزیز گرامی. خوش آمدید به برنامه فردای تاجیکستان. امروز در برنامه تماشابینان عزیز ما درباره گادوبیزنس صحبت میکنیم و یکی از طلبندگی های مقامات کشور رژیم امام علی الرحمن نهایت نام خودش را یافت. این هم باشد گادوبیزنس است. گادوبیزنس یعنی چی؟ یعنی از گدایی زیاد شرمت نمی آید. آنچنان گدایی میکنی، با گدایی نام برآورده ای و چنان به تن پوست و گوشتت شیشته است که گدایی دیگر شرمت نمی آید و خیلی پوست قفص هم شده ای. نقل میکنن یک دختره که نو عروس شده بعد از 2-3 روزی عروسی به خانه پدر و مادرش می بیاید. اونجا مامیش هم بوده است، یعنی مادر کلان. بعد از سری دسترخوان به یک خانه می روند. مامی مادر کلان می پرسد چی خیلی است؟ میگه شوهر روزخویش به شوهر برآمدن. انا 2 روز 3 روز گذشت دیگه هیچ چهار آمدی، دیگر همه خوب است، آخر عذاب نکشیدی؟ با داماد همراه نشستن چه خیل شد؟ عروس شونده میگوید که همش خوب بود است، تو یک کمتر جانم درد کشید. مادر کلام میگوید که اولش همین خیل است، اولش جانت درد میکشد، بعد از آن دیگر از او لذت میبری. اینها رژیم امام علی الرحمن هم مثل همین شدگی هستند. مثل همینه که در اولها چه خیل کره گدایی کردن را نمیدونستند و حالا گدایی پروفسیونال شدگی هستند و از گدایی لذت هم میبرند. گدایی با آنها لذت میبخشد و این است که نسبت سال گذشته اینها 2 برابر کردگی هستند. حالا امسال حکومت تاجیکستان قصد دارد در سال آینده نزدیک به $5 میلیارد کمک رایگانی مالیوی به دست آورد، یعنی گرانتی که میگیرد بازگشت ندارد، یعنی صدقه. حالا ببینید این مبلغ نسبت به کمک هایی که همین سال حکومت تاجیکستان گرفتگی بود، به نیتی که در سال آینده میگیرد، یعنی در سال آینده گرفتنی است، نسبت امسال 2 برابر زیاد است. حالا ببینید با وجودی در درون ناخنک نائل شدن به پیشروی های چشم رس و گل شکوفایی که مقامات به خصوص رئیس جمهور در هر یک برآمدش ذکر میکند، همیشه تکرار میکند، با وجودی همین واهمه ها تاجیکستان در 10گانه کشورهای قشاق و صدقه خور باقی ماندگی است. حکومت انتظار دارد از اینستیتوت های مالیوی و کشورهای کمک رسان 4 میلیارد و 700 میلیون سومانی به طریق مبلغ گذاری به لایحه های دولتی سرمایه گذاری و همچنین 665 میلیون سومانی برای دستگیری بودجه کشور و در عموم حدودی 5 میلیارد و 400 میلیون سومانی، یعنی 475 میلیون دلار میخواهد که حکومت تاجیکستان گرانت به دست آورد، قرض بی بازگشت، یعنی صدقه به دست آورد. صدقه میلیون دلاری، $5 میلیارد میخواهد صدقه گیرد. حالا ببینید این مبلغ چخیلی که گفتم 2 برابر بیشتر از حجم کمک است که تاجیکستان در همین سال 2021 به دست آوردگی است.
در سال 2021 تاجیکستان 2 میلیارد و 800 میلیون سومانی معادل 248 میلیون دلار کمک به دست آورده است. این هم در حالی است که مقامات از رشد نزدیک به 8% اقتصاد خبر می‌دهد. اگر آمارهای تاجیکستان را پیگیری کرده باشد از رسانه‌ها، میگویند که ما 8% پیش رفتگی هستیم، رشد کردگی هستیم، رشد اقتصادی. حالا تاجیکستان انتظار دارد که در سال 2022 مهاجران پول را 25% زیادتر نسبت امسال میفرستانند. اینها حالا فولکشویی دارند که انتظار دارند، امید میبرند که در سال آینده انشاءالله 25% مهاجران باز زیادتر پول میفرستند. الها همین خیر شود. این را ببینید. تاجیکستان بر روی خط 30 کشور قشاق کمک گیرنده و 10 گانه قشاقترین کشورهای جهان داخل می شود. در روی خط 30 کشور قشاق کمک گیرنده، صدقه خور، و در روی خط 10 کشور قشاقترین جهان است. در همین حال یگان کشور سابق اتحاد شوروی به غیر از تاجیکستان شامل روی خط قشاقان نیست. روی خط قشاقان یعنی چی؟ روی خط قشاقان، این قشاقان همان قشاقان هستند که حق دارند صدقه خورند. یعنی از انستیتوت های کمک رسانی بین المللی انا همین 30 کشور قشاق برای بودجه و دیگر لایحه‌های اقتصادی و اجتماعی کمک مالیوی دریافت میکنند. در داخل اینها، در بین اینها همین تاجیکستان هم هست. یعنی همچون یک کشور قشاق حق دارد که برای پر کردن بودجه‌اش و برای دیگر لایحه‌های اقتصادی و اجتماعی کمک مالیوی دریافت کند. حالا تاجیکستان چنانه که گفتم به 30 کشور قشاق جهان و به 10 کشور قشاقترین جهان وارد است. در 10 گانه قشاقترین کشورهای جهان. کشورهای قشاق که حق دریافت کمک‌های بی بازگشت بین المللی دارند، این کشورهای گفته می شود که در آن مجموع محصولات داخلی به هر سری اهالی کمتر از 1026 دلار است. در خاطرتان دارید تماشابینان عزیز، به هر سری اهالی مجموع محصولات داخلی 1026 دلار است. این نشان دهنده عین حال همیشه به روز برای تاجیکستان در 859 دلار قرار گرفته است. یعنی از 1026 دلار پایین تر. یعنی حق دارد که صدقه خورد. برای مقایسه در قرقیزستان این نشان دهنده 1224 دلار است. یعنی قرقیزستان کشور صدقه خور حساب نمی شود. کمتر از سطح صدقه خوری بالاتر است. قزاقستان 10 مراتب اقتصادش زیادتر، 9131 دلار. روسیه باشد 10152 دلار. همین خیل تاجیکستان در سطح 30 کشور قشاق و 10 گانه قشاقترین کشورهای جهان داخل است و حق صدقه خوری گرانگیری دارد. اینجا باید ذکر کنم تماشابینان عزیز، مجموع محصولات داخلی به هر سری اهالی در تاجیکستان تنها یک مرتبه در سال 2014 از نشان دهنده مینیمالی طلبات سازمان ملل متحد برای واردسازی کشور بر روی خط کشورهای قشاق بیرون رفتگی است. فقط سال 2014 یک سال ما
از روی خط کشورهای قشاق بیرونتر شده هستیم از حساب بالا رفتنی چی مجموعی محصولات داخلی. اما 2 سال پس بعد از سال 2014 سال 2016 یک باره به 807 دلار پایین فرامدگی است. اکنون در همین حالت مقامات هر سال از رشد بی‌سابقه در همه ساحه‌های اقتصاد به خصوص کشاورزی و صنعت خبر می‌دهند. همین رسانه‌ها رو خوانید، خصوصا خاور بیزار از جون شیرینتون میکند. کارتوشکا رو 120 فرضاً گفته شدم درصد اجراش کردیم. کشتی کارتوشکا، حاصل نوکی انگور 100 درصد اجرا شد، پخته فلان درصد اجرا شد، اینش اجرا شد، ویش اجرا شد. همه جا سیری پوری از روی امورهایی که رسانه های دولتی میدهند. باز ما رسانه های دیگر او را تفتیش کردن نمیتونیم، امکانی تفتیش کردن نداره، میگیریم همین رو باز خبر میدیم. مردم بیچاره کیسهش پوری چهارمغز پوچ، چهارمغز رو میشکنه درونش هیچی نیست. کیسه مردم حاضر رسانه های دولتی پر کرده شدند. اما نگاه کنید، اگر به آمارهایی که مقامات به ما پیشنهاد میکنند باور کرده شود، واقعا کشور تاجیکستان پیشروی های چشمرسی داشته است. اما وقتی که ما از اقتصاددان ها پرسیدیم که آیا چنین است، اقتصاددان ها گفتند که این آمارها برخلاف قاعده های اقتصاد و کشورهای دیگری جهان به درآمد مردم و سطح زندگیشان تأثیری برعکس دارد. ببینید، هر قدر در تاجیکستان کارخانه ها افتتاح می شوند، کارخانه ها گشاده می شوند، رئیس جمهور با قیچی سیرناکش رفته لنته آنها رو می برد، هرچند استحصالات و حاصلناکی افزایش می یابد، در آمارها می خونیم. ببینید، در همین حال همون قدر جای کار کمتر است، نرخ‌ها بالا می روند، سطح زندگی مردم پستر می شود. در 7 سال اخیر همین حالت بی توقف ادامه دارد و شمار هرچی بیشتری مردم به صف قشاقان پیوسته رفتن گرفته شده است. یعنی قشاقان زیاد شده ایستادند. حالا 1 سال 2 سال درباره 1 میلیون مهاجر بودن و نبودنش صحبت میکردیم. این سالها الکی درباره 3 میلیون بودن و نبودنش، درباره 3 میلیون مهاجر تاجیک در روسیه صحبت کرده شدیم. 1 سال پیش 2 سال پیش درباره 1 میلیون گپ میزدیم. حالا وقتی که امام علی رحمان به روسیه سفر کرده بود، وقتی که امام علی رحمان 400,000 نام گرفت، پوتین گفت که زیاده از 1 میلیون نفر. این الکی امسال ها خودی مقامات روسیه گفته شدند که زیاده از 2 میلیون نفر با در بین رسما قرار دارند. با در بین اینها شخصان نیلیگال هستند، بودو باششان به قید نگرفته. باز در بین اینها 500,000 تا 700,000 آدم دو شهروندی دارد، هم شهروندی تاجیکستان است و هم شهروندی روسیه است که آنها به این شمار نمی‌درآیند. درباره 3 میلیون مهاجر امسال ها گپ رفته شده است. یعنی تا رفت مردم برآمده رفته شدند، جای کار در تاجیکستان نیافته. تا رفت استحصالات را حکومت زیاد نشان میدهد، اما نرخ‌ها بالا رفتن میگیرد. به جای آن که از خارج می آمد، درست در آن باج و خراج وجود داشت، راهکرا وجود داشت، از راه دور می آمد. اونجا چند رکیتورهای دولتی هستند، در تاجیکستان چند رکیتور دولتی هست، هم این حق میخورد.
لیکن حاصلناکی که زیاد شد فقط همین مصرف زمین و مصرف سوزشواری و مصرف کارگر میماند و میتوان با نرخ ارزان برآورده فروخت، اما باز هم نرخ گرانتر میشود. از این میبراید که این نشان دهنده های استحصالاتی که تاجیکستان گفته ایستاده است دروغ است. اگر راست میبود خیلی تاجیکستان رشد میکرد. حالا ما یک معلومات داریم. همینجا ببینید، شاید واقعا بعضی پیشروی ها وجود دارد، اما قصداً رژیم امامعلی رحمان تاجیکستان را میخواهد در روی خط کشورهای قشاقترین نگاه دارد. طبق معلوماتی که به ما رسیدگی است، همین خیل مقامات نشان دهنده مجموعی محصولات داخلی را قصداً کمتر از آنچه هست نشان میدهند و سازمان ملل متحد گفت که مجموعی محصولات داخلی $1026 زیاد باشد. از $1026 کمتر باشد یعنی این کشور قشاق است، یعنی به او باید کمک کرده شود و حق کمکگیری دارد و در همین حق کمکگیری نگاه می‌دارند تا اینکه از کمک‌های هنگفتی بین المللی محروم نشوند. همین معلوماتی که نفری که این معلومات را به ما رساند میگوید که برای این کار کمیسیه مخصوصی عمل میکند که این روند را نظارت میکند و تمام آمار را به آن موافق میسازد. حالا به این گفته های ما اینجا تماشابینان، شاید ایده از تماشابینان که جانبدار مقامات هستند ضد باشند، دلیل هم داشته باشند که ما نادرست میگوییم. مرحمت بعد از آن که من گفته هایم را تمام کردم دلیل های خود را پیش بیارید. اگر دلیلتون درست است ما حتما قبول میکنیم و شاید دیگر نفران بجز این گفته های من گفتنی های دیگری دارند. ان شاء الله گفته های شما را گوش میکنیم. ان شاء الله من بعضی چیزهایی که گفتنی هستم گفته تمام میکنم و صحبت را ادامه میدیم با هم. ببینید، طبق همین معلوماتی که به ما رسیدگی است، این آدمی کوچک نیست، از همه این کارها باخبر است، در داخل خود همین رژیم است. میگوید که دزدی کمک پولی ها از درآمدهای اصلی مقامداران و خصوص عائله رئیس جمهور محسوب می شود. یعنی اساساً درآمد اساسی اینها همین است. قسمی بزرگی این کمک ها دزدیده می شوند و تنها حدود 15-20% کمک ها به جای تعیین شده می رسند. کمک هایی که نظارتشان از جانب سرمایه گذاران غیر امکان است کاملا دزدیده می شوند. یعنی کمک فرستاده شد، نظارت کردن نمی شود ایران، همشه می دزدند، یگان تین نمی مانند. حالا ببینید، پیشترها 10-15 سال پیش این نفری که به ما در این باره گپ زد میگوید که خانواده رئیس جمهور و منصبداران بلندپایه مبلغ کمک ها را اساساً برای گردش استفاده میکردند. چخیل یک کمتر پول رو در بانک نگاه می‌داشتند و تاپ می‌دادند او را. مثلا گریم یک شمس الله داماد رئیس جمهور می‌گرفت و یک توسط قرقیزستان یک سوزشواری را گرفته آورده به افغانستان برده می‌فروخت و یک تاپ داده پول را می‌آورد و یک چند میلیون فایده می‌گرفتند، بعد او را به جای خودش صرف می‌کردند. به هر حال به جایش می‌رفت در 15 سال پیشتر. اکنون کم 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 راه‌های از خودکنی این گرانت ها، این صدقه ها را اینها یاد گرفتگی هستند و حالا کمک ها نگله دزدیده می شود. همین خیلی و جز خودشان به صدقه خوری یگان نفر تاجیکستان را حقدار نمی دانند. یگان نفر را. دزدی کمک های خارجی در زمان معاون وزیر
مالیه شدنی جمالالدین نورعلیف، این نام به همه معلوم است، داماد رئیس جمهور شوهر آزاد رحمان، به شدت رشد کردگی است. به شدت. نه تنها گرانت ها، بلکه قسمی بزرگی قرض های خارجی نیز دزدیده می شوند. دزدی رو یاد گرفتگی هستند. سببی در بازار داخلی واردی رقابت با رستم، شمس‌الله و زایر صاحب‌ها و دیگر دختر و دامادهای رئیس جمهور نشدنی آزاده و جمالالدین محض ان همین زیر نظارت داشتن پول‌های 100 میلیون دلاری قرض و گرانت هاست. یعنی اچنه گفتی روزها قرض و صدقه ها. همینجا نورعلی بسیار هوشیار برآمدگی است در دزدیدن پول، در دزدیدن صدقه، از خود کردن صدقه. یعنی صدقه خور پروفسیونال جمالالدین نورعلیف توانستگی است تمام مبلغ های قرض و گرانت های خارجی را کاملا زیر نظارت اویله درآورد و با گروه از نمایندگان اینستیتوت های مالیوی زبان یک کند. آبشی یزیک یابند. این کار را توانستگی است. یعنی سلاب میسته همون نماینده های اینستیتوت های اقتصادی جهانی را جمالالدین نورعلیف یافتگی است. آنها هم نفس دارند آخر. ببینید تنها بعد پول را در اختیار گرفتن کانال های وارد شونده کمک ها، جمالالدین نورعلیف با برنامه دیگر و کلانتره به بانک ملی تاجیکستان رفتگی است. حالا معاونی رئیس بانک ملی تاجیکستان است. معاونی اول. شما چی فکر میکردید؟ امام علی رحمان و دامادش اردن شرف را برای چی داده است؟ چیزی که امام علی رحمان در خوابش نمیدید یا 7 پشتی بر پشتش به کلهش نزدگی بود، جمالالدین نورعلیف روحش را یافته داد. اردن شرف. اکنون در همین صحبتی که ما به همین نفری که این معلومات ها رو به ما داده است کردیم، چند نماینده سازمان های مالیوی در تاجیکستان در دزدی قرض و کمک ها شریک هستند. حالا ببینید اگر همین شخص یک شخصی با اعتماد نباشد این حرفا رو گفتن خیلی کار کلان است. اینستیتوت های خارجی، نمایندگان اینستیتوت های خارجی در دزدی قرض و گرانت ها، کمک ها، صدقه های تاجیکستان شریک هستند. هر یک گرانت و قرض هایی که به تاجیکستان می رود و در آنجا دزدیده می شود، همین نمایندگان شریک هستند. من مراجعتم از همینجا به نمایندگان اینستیتوت های اقتصادی بین المللی این است که همین مسئله را دیده برایید. شما آبروی عزت و احترام خودتان را پس زده ایستاده اید. حالا مردم حیران است که چی خیل اینستیتوت های اقتصادی جهانی به یک دیکتاتور در سال 2021 2 میلیارد و 800 میلیون، در سال 2022 5 میلیارد و 400 میلیون پول میتین. به یک دیکتاتوری که یگان گزارش درست داده نمیتواند درباره صرفش. حالا ببینید ما از تاجیکستان آمار گرفته نمیتوانیم که این همچون شهروند تاجیکستان که ببخشید همچون شهروند تاجیکستان از حکومت تاجیکستان این آمار را گرفته نمیتوانیم که این قرض و صدقه هایی که شما داده ایستادید به کجا رفته ایستاده است. و همچون یک کشور قشاق سر ما خم است به سبب این قرض و گرانت ها، ولی
این آمار را ما نداریم. شما نمایندگان سازمان‌های اقتصادی بین المللی، اینستیتوت های اقتصادی، شما اقلا در سایت هایتان گزارش دهید که همین قدر به تاجیکستان کمک کردید، قرض ها یعنی گرانت های بی بازگشت کردید و آنها به کجا صرف کردند. ما فهمیم که همین پولخورها ما هستیم، همین کمک خور ما هستیم. ما باید دونیم که کمک خوردیم یا نه. به کجای شکممان، به کجایمان در آمده است این کمک، ما باید بدانیم. یا کجایمان آباد شده است، باید بدانیم. وقتی که شما به این دزدها شریک نیستید، به این دزدها همراه نیستید، حتما در سایت های رسمیتان نشر میکنید که این قرض و گرانت های داده شما طبق گزارش حکومت تاجیکستان به کجاها صرف شدند و مردم باید بداند. اگر نشر نکردید، واقعا گفته این مردکی که در بین آنها است و این همه غرامیگری ها را دیده ایستاده است، دل جگرش سوخته ایستاده است، البته به مبرین ها گفته ایستاده است که در همین حالت است تاجیکستان. این مسئله باید جدی اندیشیده شود. اگر شما با آیله رئیس جمهور برای پوشانیدن حصه‌ای که خودتان میگیرید برای همین کمک نکنید که آنها ماندگی پول را از خود کنند، چه خیلی می شود؟ حالا ببینید مثال عادی، با 5 مکتب روسیه 150 میلیون دلار پول گذراند. 150 میلیون دلار برای پوشیدن 5 مکتب. هر یک مکتب 30 میلیون دلاری صرف می شود. همین دروغ در کجا؟ صرف شود 5 میلیون دلار برای یک مکتب صرف می شود. همونطوری این 25 میلیون دلاری از هر یک مکتب کی زده ایستاده است؟ همشون همراه هستند. دگوار شدگی است. 150 میلیون میگذارونیم، 75 میلیون دلارش گرانده میتی، 150 میلیون اعلان میکنیم و اینجا میباید ماکسیموم 5 میلیون دلاری حساب کنیم. همین از هر کجا خشت های کونه سونه برده میپوشند، بعد یا خشت های ارزان یا مال های ارزان یک کاری کرده بود میکنن. اگر یکی نیم غشت زدن در کار باشد 2 غشت میزنن، یک غشت میزنن، یک غشت زدن در کار باشد نیم غشت میزنن، تمام دیگه. باز در اونجا پول نیمه میشود. مگر اگر با 30 میلیون دلاری مکتب پوشیده شود، هر یک مکتب 30 میلیون دلار صرف شود، میدونید چه خیلی میشود؟ مثال روشن است. باید روسیه، وزارت معارف روسیه به همین 150 میلیون دلار پولی که گذرانده است، باید وزارت معارف گزارش دهد که این مردم تاجیکستان 150 میلیون دلار چخیله مکتب پوشیده شد در تاجیکستان برای مردم تاجیکستان و آیا ارزش این 150 میلیون دلار رو این 5 مکتب دارد یا نه؟ مثال عادی است. حالا مثل همین اینستیتوت های اقتصاد، بانک های جهانی همین خیلی است. اکنون نگاه کنید، همین 2 برابر افزایش دادن حجم گرانت ها در سال 2022 توکلی و بدون برنامه نیست. باور کنید اینجا آیله رئیس جمهور توانستگی است با کمک نمایندگان فسادکار چند اینستیتوت مالیوی بین المللی و با استفاده از وضعی به وجود آمده در افغانستان کفالت دریافت نه کمتر از 400 میلیون دلار را به دست آوردگی است. یعنی 400 میلیون دلار به دست میبرد، 1 میلیون 400 دلار دیگرش 100 چنده؟ ببخشید یک قسم، یعنی نزدیک به 1 میلیون دلار دیگر، خطا کردم، نزدیک به 100 میلیون دلار دیگر در راه گم می شود. یعنی آنهایی که امضایشان پول می ایستد از حساب همین بدنامی
مردمی تاجیک است. امضا پول می استد، به کیسه همون آدم ها رفته می دراید، به کیسه اویله می دراید. در این میان صدقه خور کی؟ مردمی تاجیکستان. در یک زمان هستیم که امضای آدم ها $1,000,000 پول می استد. از این $1,000,000 پول می توانست چند صد خانه تاجیک آباد شود، چند صد بیخانه به خانه شود، چندین یتیم خانه پور سیر شود. اما یک امضا $1,000,000 می استد. باز بدنامیش را همون بیچاره یتیم میبردارد، همون بدنامی این امضا را، این پول ها را باز همون مردمی تاجیکستان، باز همون مردمی قشاق میبردارد. پول را که گرفتگی است تاجیکستان. برای چی؟ برای اینکه مردمش قشاق است. ببینید ما کیها را کیسه اشان را فربه کرده خود جبر و علم قشاقی کشیده ایستاده ایم. انا همین خیل بیزنسی بزرگی عائله رئیس جمهور، یعنی به دست آوردن مبلغ مفت از کمک خارجی، سالها قبل از جانب خود امام علی رحمان پایه‌گذاری شده است. ببینید سالهای اولی برقراری رابطه ها با کشورهای عربی خلیج فارس را در یاد داره. در هر سفرش به این کشورها رئیس جمهوری تاجیکستان $10 میلیون تحفه میگرفت. $10 میلیون کیسه به زده میماند. غیر رسمی یگان جا نوشته نمیشد. سبب سفرهای پی در پی امام علی رحمان در آن زمان به کشورهای عربی نیست، محض همین تحفه های نقد بودند. نقد. در اینجا نه رابطه یا همکاری بین کشورها یگان چیز وجود نداشت. میرفت کیسه را پر کرده میومد. اگر سفرهای خارجی امام علی رحمان در آن سالها پیگیری کرده شود، امام علی رحمان بیشترین سفرها را به کشورهای انامین خلیج فارس، کشورهای عربی کردگی است. این تا کی دوام میکنه؟ تا همون زمان دوام کردگی است که بالاخره عرب ها میفهمند که این گدا تنها به خاطر همین گداگی میباید دیگه مسئله در به منفعت آنها نیست. آنها قبول این گدا را بس کردند. پاندمی کرونا ویروس هم در قطار میلیاردرهای بزرگ دنیا به خانواده امام علی رحمان بزرگترین فایده را آورد. نگاه کنید، به فرق از میلیاردرها که تجارتشان رشد کرد، عائله رئیس جمهور از گرانت و قرض ها فایده دید. کمک ها از تمام جهان به کشور، به تاجیکستان سرازیر شدند و قسمی بزرگ این کمک ها به حساب های آفشوری اعضای عائله به اروپا و امریکا گشته رفتند. آمدن گشته رفتند. این خانواده عائله رئیس جمهور تو حد در گدایی پروفسیونال شدگی و انا همین کمک ها رو حق حلال خودش میداند که از 5,000 تن اردک قزاقستان همچون کمک به تاجیکستان سال گذشته، در اول سال گذشته بود به فکرم، به تاجیکستان فرستادگی بود. ببینید طبق معلوماتی که به ما رسیدگی است 20% به منطقه ها فرستاده شدند و خلاص. 20%، یعنی 1000 تن. 4000 تنش آبولایی شدگی. درباره آن که چی مقداری از آن بعد از همین 1000 تنه رفتگی به دست کمبیزاتان رسیدگی است، یگان معلومات وجود ندارد. دریافت این معلومات هم امکان ندارد. ببینید انا کنون وضعیت افغانستان،
ان همین وضعیتی که امروزها در افغانستان به وجود آمده است، راههای زیادی بیزنس، انیقترش گدا بیزنس را برای خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان باز کرده است. از دریافت کمک از اروپا و امریکا تا گرفتن صدها گرانت برای نگهبانی سرحد یا قبول گریزه ها از افغانستان. ببینید موضوع گریزه های افغانستان در تاجیکستان که در رسانه ها 12,000 گفته می شود، در این باره گپ نمی زنیم. حالا چیزی که اینجا گفتنی هستم این است که حتی یک گریزه افغانستانی که ما اینها را همزبان، همدین، همسایه خود می‌دانیم و آنها در گردن ما تاجیکستان حق دارند از همه بیشتر، چون که یک روز گریزه های ما را قبول کرده بودند، خانه داده بودند، جای داده بودند، نان داده بودند و امروز هم همزبان هستند، هم همدین هستند، هم همسایه هستند و استثنای چند سیاستمدار که خود امام علی رحمان به منفعت خودش استفاده بردنی است، به پرداخت رشوه وارد تاجیکستان یگان افغانستانی نشدگی است. حالا شاید واهمه باشد، اما قسمی از این واهمه ها باوری دارم درست است که معلوماتی که به ما رسید گفته می شود که برای تنها وارد تاجیکستان شدن یک افغانستانی این بیچاره ها تا 5,000 دلار پرداخت کردگی هستند. نفرانی هم هستند که 10,000 15,000 20,000 دلار تا اینکه جانشان خلاص شود برای وارد شدن به تاجیکستان با همسر و فرزندانشان پول داده وارد تاجیکستان شدگی هستند تا اینکه امنیتشان تامین شود. این چی گفتنی گپ است؟ این مضمونش این است که نه پست مونده، نه روی مونده، نه شرم مونده، نه ناموس مونده، فقط به اینها تکه باشد و شیر دهد. همین قدر شعارشان. نامرد باشم، زنده باشم. تاجیکستان را در خارج همچون یک کشور قشاق بدنام کردگی هستند تا اینکه کمک ها به تاجیکستان وارد شود، صدقه ها به تاجیکستان وارد شود، اینها به کیسه زنند. در داخل من و شما شهروندان تاجیکستان را اینها با چارمغز درونش پوچ کیسه‌مان را پر کردگی هستند. تاجیکستان آباد، تاجیکستان آزاد، تاجیکستان پیشرفته، این پشروی را بین، این را بین، وی را بین. به همین نیرنگ بازی ها ما تاجیکان فریب خورده رفته ایستاده ایم. حالا تماشابینان عزیز، نوبت شماست. من خیلی گفتم، من خیلی گپ زدم. یک و یک شما می توانید در این باره فکر اندیشه های خود را گویید. هر یک شما، هر کسی که با رعایت آداب و اخلاق گپ میزند، گپش را نمیبرم، هرچند برخلاف فکرهای من، برخلاف اندیشه های من صحبت میکند. اما هر کسی که از دایره آداب بیرون میشود، باور کنید من بازاری اینجا کاروان تاسیس دادنی نیستم. ما هر یک صحبتمان باید برای منفعت ملت باشد، برای آینده ملت باشد، برای روی آب برآوردن حقیقت باشد و همطور با گپ های بیهوده وقت نگذرانیم.
واقعیت را، حقیقت را بشناسیم. برای همین تماشابینان عزیز، هر یک نفر شما میتوانید وارد برنامه شوید، فکر اندیشه های خودتان را بگویید و پیشنهاد داشته باشید، پیشنهادهای خودتان را ابراز نمایید. حالا میتوانید کارمندان تکنیکی هر نفری که خواست صحبت کند بپیوندید. کاروانویچ بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر ممکنه ما 5-6 دقیقه صحبت کنیم در اوید همین گپ‌های شما گفتگی؟ 6 دقیقه بفرمایید. ای همین جوگیه که در تاجیکستان ما هستن، ای جوگی میرویم، ای طالبنده میرویم، اوچش که طالبنده، بچه‌هاش هم طالبنده میروند. این مقامات ما پرزیدنت ما که طالبنده که هست، تا مقاماتش هم از طالبنده ما در این بازار سودا میکردن، ایزا نمیکشن، به ناموسن. میایم من مجبور میگه که نمی قسم میتید طالبندگی میکنن. ما کدام مقاماتش باشن، ملیسر باشه، کگبش باشه، سنسش باشه، گنسل باشه، کدامش نباشه همش میطلبه، همش. بله. در کرونا ویروس گفته شما پامش اومدگی، شما زیاد گفتین 1000 تونه، 1 تونه شر از خود کردگین، 1 تونه تقسیم کردگین، بردگین همونجا سیونکا کردن، 3 بلنیسه را 5 کیلوی آرد دادن، روغن دادن، سیونکا کردن، موندگیش رفت، گیجا رفت، نامعلوم. میارن در بازار تقسیم میکنن، میفروشی، سوم شروی میاری میتی. پیشتکی مدیسین آوردن، تقسیم کنی آوردن، برای خلق باید بسون باشه، در دخترها دارو و کار هم چی بسون باشه. ما در دختر غلطیدگی میریم، دختر ده اول کسلی مرده است، اول سوم بته میگه، با بالنساده جود میکنیم، با قبول میکنیم، جون است میگه، تو سوم نتی، سوم دادی بعد جود میکنه، سوم دادی جون است میگه. در کرونا ویروس پامش اومدگی و پامش برای کیه؟ برای خلق. ما خلق نیستیم. بله. پیشتکی ها را جمع کردن، با یک ماه پس در بازار تقسیم کردن. رئیس بازار را فریاد میکنه، گوش که 1000 تا پیچتکی هم میگذارونی سوم شمیتی. رئیس بازار میاد پیش ما، پیچتکی هم میگیری، نالی چی نمیگیری. خیلی بعد فکر کرده اگر نگیری مقصد چی بزر میشه، مجبور 5 پار پیچتکی 100 سومونی داخل ما میفروشن، پامشا در ما خلق میفروشن، ما مجبور و میفروشیم. سومی اومده که نالی چی میتیم، فروختی نفروخت کرده. بعد 1 روز 2 روز میبینی که باروی میکنن آدمشون، ای بولو بریم رد کنه پیچتکی چی با میفروشن. اگه جمعه پیچتکی ممکن نیست فروختن، با میقپن و با میبرن. این جمعیه بازار نگین که ای ما گرفتین. خیلی چونم خیش دماد پرزیدنت های تخمینه را شوش ظریف بیک و یا قطعی گپ زدن نمیشه، مجبوری میگه ای کی گرفتی، نمیتونی بگوی ای فلانی گرفتمش، و میدونی که ایس ایجاد بجو میشه. با جان در بالا، با جان در بالا ایس اوش میجخن، ایس یوش میجخن، همه را پرتافتیم، خسم اومدیم روسیه. وقتهای اوج چی بود؟ کرونا ویروس بود. از تاجیکستان یک تاجر به من نویست، اکا همین شما در اروپا در اونجا همین مسئله چرا سخت میگیرن، همین اپتوم نموردنیک نمیخری؟ من گفتم این نموردنیکش چی باشد؟ نموردنیک همین چی بود است؟ ماسک، همین نقابی، ماسک نقاب. ها نموردنیک میگفته است، نموردنیک نمیخری، اپتوم. من گفتم نموردنیک در اینجا خیلی قیمت شده است، کمیاب شده است. شما از کجا یافتید؟ میگه همین بسر بالا همه این شما همش جمع کردم با ما آورده دادگی هستن، باید فروخته دادن در کار. باید فروخته دادن در کار. بالا ببینید واقعا درست است برادر عزیز. ای بالا چون میدرورن خلق دمتیان فروش گفته، خلق به چرا فروخته سای ای قفاش میان با میقپن میبرن. عدل در سومامتی نه اینمی هفته نو هفته وقزل مکتب 60 اینا با والله قسم بو رفتین طلبه را قبیده تلفنش پراوی که کسان طلبه مکتب خرجده اش دور او چش میگه تلفن دادگیم که بچم شاو میبرد دیره روزا کالتاش دگم ما بفهم که بچم دگی جوه تلفنش پراوی که دگه خیلی و سیفی نه انوخی در تلفنش هر صورت پیستولت اتومات هم خیلی است قبیدین آوردین پدرش زنگ زدن که پدرش در جنازه بوده، مادرش رفته
бача дамихелӣ кардагия мо мебарем маҳкам мекунем бачата гуфта охи телефонаш сурата и ягон мега суратҳои террористия мега мебарем маҳкамаш мекунем ё $100 мети ё ки чиш мекунем мебарем маҳкамаш мекунем мега бурдем $100 ба аделя нарафта $100 додем ҳамара паставид када сумкандесан Тоҷикистона ҳамара беақл кардагия ранги гова дапода ҳай мекунӣ кадом се раҳша нагирӣ кадом се буфораш мерава ҳамун хе кардагиян ай усе хичон раҳ гирифтесан сумкандесан. бале дуруст ина мо гиҷо барем ба ки дод арз як диемаш ки ҳамин муҳоҷиро илтимос ман муҳоҷирам ҳамун қасуме роӣ ки ҳамун 3000 4000 5000 ҳамун падару модарат гишнагия нам буда и қасумеш мо роӣ мекунем ҳамаш ба ҳамун оқи падаро мерава ҳама монополия ягон одам зоташ бор зада наметавонад ман мегум барам ай хориҷа бор бизанам ман мегум барам я завод кунам намемонанам на ҳами ҳуй мекунӣ якҷора миёен ассалому алайкум иша додай ки иш мерава уша мега ки ҳамунҷа кор кардеса фалони хай ҳақ мона гирифте бо уш миёя бача як Тоҷикистони майдакда 51 мақомот чидаги кадом я таёба мети то сума мети ки қарзи кадаги ай банк ҳамаша мети қарздор меша мебара маҳкам мекунад ина ман ай банк қарздорам 5 сол меша ай имон интернешнл шигрихто ҳамун одамои ленобод буданд 3 бор ленобод пеши ҳамун шефшон рафтем гуфтем қарзи мара хай надорам охи мара бубахшем 5 сол мешава дар тамоми ҷо то 3 сола мебахшанаш хай ина кардан ина бо домоди президент гирифтааш омадан бурдан мусафеда мега маҳкам мекунем сума миёри нами 3 рӯз муҳлат домоди президент 3 рӯза миёри сума меспурӣ домодои худаш қарздорай бек сабуд қарздорай алюминзавод қарздорай толко алюминзавод қарздорай ҳамаша мебахша мардуми камғала намебахша бале мо ягон гӯё ки мурчаем пашаем ҳайвонем чием ай домодои хита мебахшӣ ай қидои хита мебахшӣ ай наверои хита мебахшӣ халқ боша халқа гуфти гафо дар бандаш дар гарданаш банда бастагӣ оварди дар пеши чи ранги халворе тевале кардагӣ ки ами кам ном шомтенам бира басай бале дуруст ташаккур бародар азиз зинда бошед саломат бошед ташаккур зиёд бародар муҳаммад раҷаб хуш омадед бифармоед салому алайкум ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ кашафаҷон бошед бифармоед як барномае ки дарди дили мардум барномаи доғи рӯз ва ин бародарам бисёр як нуқтаҳои муҳимро зикр кардан воқеан мушкили ҳама мардуми Тоҷикистон мушкили тоҷикистониён ин ҳамин пора ҳаст ришват ҳаст ҳамин гумрук ҳаст мутаассифона ягон қуввае нест ки аз болои дуруст аст аз болои мардум ҳукумат мекунад вале аз болои ҳукумат як қувва як комиссия як ниҳоде нест ки назорат барад ки ино чӣ кор мекунанд ино чӣ ҷиноятҳоро иртикоб мешаванд дар қазияи гадобизнес ё ки гадои сиёсӣ шудани ино рости гап ки хеле хондиму таҳлил кардем ино воқеан вақте ки дар минбару дар курсиҳои ҳукумат такя задан дигар барои ино на дин на муқаддасот на ақида на ҳеҷ чиз аҳамият надорад бинед дар масалан ҳамун реди ҳиҷоб ё реди ҳамун хоҳароне ки ҳиҷоб мебанданд дар душанбе мегӯянд ки масалан шумо равед Эрону Арабистон инҷо ҷои кишвари шумо нест валекин хушрӯакак бисёр дар сатҳи олӣ мераванд дар назди арабо дар назди кишварҳои халиҷ кишварҳое ки пешрафта ҳастанд дар кишварҳои дар масалан кишварҳои халиҷи форс мераванд дар онҷо миллиону миллиардҳоро мебиёранд вақте ки агар масъалаи қазияи решу қазияи ҳиҷоб шуд ин дини араб ин реши араб ин маданияти фарҳанги араб маданияти фарҳанги эронӣ маданияти фарҳанги туркӣ барои чӣ вақти пул миллиону миллиарда аз онҳо аз кишварҳои арабӣ дар Туркия аз Эрон мегиред намегӯед ки шумо масалан араб ҳастен шумо турк ҳастен шумо эронӣ ҳастен ино воқеан як гадоишон дар сатҳи сиёсат боло рафт як гадои сиёсӣ ҳастанд назди арабо мераванд мегӯянд ки мо ҳамдину ҳамдини шумо ҳастем назди турко мераванд ҳамдину ҳамзабони шумо ҳастем назди эрониҳо мераванд мегӯянд ки мо форсизабону чӣ ҳастем пул мегиранд назди кишварҳои аврупову амрико мебиёнд мегӯянд мо кишвари демократӣ ҳастем
چنان در کجا چی گفته گدایی کردنش رو میدونن. بله پروفسیونال بله بله درست است. واقعا این مشکل است. واقعا یک این مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ما تا اندامی که این رژیم هست خدا میداند که حل شود بسیار دشوار است که حل شود، چون که همه مشکلات آخرش اگر تحقیق و جستجو کنیم یا میرود مشکلات اقتصادی هست یا سیاسی هست یا اجتماعی هست که در رأس حکومت، در رأس این مثلا در بالای این مردم، در بالای این ملت همین حکومت میکند که همه مشکلات به همین اویلا، به همین رقم یک مسئول رقم اولی کشور برمیخورد. زنده باشید. همین نقطه میخواستم ذکر کنم. تشکر زیاد برادر عزیز. حالا ببینید وضعیت چنان است که با بسیار یک گفته شما به من معقول شد. همین چیز عجایب است. با ایران می رود همزبان هستیم، با عربستان می رود همدین هستیم، همین خیل. اروپا و امریکا می بیاد دموکراتی هستیم میگن می شما دموکراتی جانان می شوند همین خیل و می توانند این تونسته است از باور کنید. همین گدایی پروفسیونال شدگی متخصص شده. اینجا قربانی این گدایی مردم است. مردم رو در حالت قشاقی نگاه می‌دارند. در حالت قشاقی نگاه داشته اینجا پول مفت به دست می‌گیرند. اما ببینید همین مردم رو آزاد مانید. مردم آزاد تجارتش را کند. دینداریش را کند. آزاد استحصالش را کند. برقش را بدهید. حالا همین برق را هم حالا گفته شدن که 2 برابر تاجیکستان استحصال برقی که در تاجیکستان می شود به اهالی 2 برابر تاجیکستان می رسد. و کشورهای خارج می فروشید برق را مخصوص به مردم تاجیکستان نمیدهید، برای اینکه اگر به مردم تاجیکستان دهید در خانه‌اش مثال گویم میتواند چیگیت را پنبه‌دانه را برد یا که یگان زغیر را روغن زغیر مثال گویم استحصال کند، زغیر را خودش کارد، دانه‌اش را جمع کند، روغنش را برآورد مثلا گرفت در خانه‌اش، آسیاب‌های الکتریکی تشکیل کند، مثلا گرفت گندم را ارزان از قزاقستان خودش به همین دست خودش مستقلانه خریده برد، در هر یک قشلاق دهه‌ها آسیاب‌های مثلا الکترونی باشد، در هر یک قشلاق دهه‌ها مثلا سیخ‌های کارگاه‌های خرد وجود داشته باشد که زنان بیکار در آنجا کار کنند. برای مردها یک کارخانه‌های استحصالی وجود داشته باشد که آنها در آنجا کار کنند. این امکانیت را هر یک فرد تاجیک دارد و این ذخیره چی میگوید دانش برای آفریدن جای کار اقلا 1 نفر برای 10 نفر، از بین 10 نفر 15 نفر یا که از بین 100 نفر 1 نفری که میتواند برای هیچ نباشد 50 نفر جای کار بیافرد پیدا می شود. اما همین امکانیت را از بین بردن سببش چی است؟ سببش همین در حالت قشاقی مردم رو نگه داشتن و در حالت قشاقی که مردم رو نگه داشتیم مردم قشاق گپ درو می شود، دستش پیشی بر می شود، یگان مشکلی پیش آید، یگان پولی خلاص می خوردگی وجود ندارد، حتما گرد چارش رو نگاه کرده گپ می زند و در همین حالت گرد چارش رو نگاه کرده گپ زدن مردم رو نگاه داشته. از این طرف یک تیری دونشان مردم که در این حال است یعنی حقدار به صدقه خوری است و مراجعت می شود به خارج که ما صدقه خور هستیم، مردم قشاق داریم و این مراجعت قبول می شود، مبلغ می بیاید به کیسه کی زده می شود، به کیسه مراجعت کننده ها، گداهای درست. حالا یه نکته میخواستم ذکر کنم بخشش اخیرا نکته از نام ملت 100% خیر و خدایی و مثلا گرانت های کوتاه مدت و دراز مدت هم میگیرن و اگر در کار شد اگر لازم شد همون از
100% 1% مثلا یگون جشن یگون مراسم است یگون چیز است صرف میکنند بازم ملت این قدر شکرگزار است این قدر شکرانه کنه است که برای ما حکومت مثلا فلان چیز ساخت حالا که اون 100% حق حکومت است و حکومت برگردنش اگر به اصطلاح شرعی گوییم فرض و واجب سنت است که برای شما برق گاز سویت جای کاری همه شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و عسکری و همه چیز مهیا کنند حالا که از نام ملت سوء استفاده میکنند از نام ملت پولش هم میگیرند و مردم حتی نمیمونند که مردم با حال خودش تجارتش پیش برد سیاحتش پیش برد دینداریش پیش برد و الا اگر من باور دارم در بین ملت تاجیک در همه سوها هزاران متخصص هستند که در همین 1 سال 2 سال 3 سال دیر است تا 4 سال همین ملت باور کنید ملت غنی یا ملت میکنند که هیچ کس مهاجرت مجبوری روسیه نمی رود یا که هیچ کس در کوچه های دوشنبه و خوجند و مثلا کلوب و این همین شهرهای تاجیکستان تلبندگی نمی کند یا که مثلا بگوییم گدایی نمی کند همین نکته میخواستم ذکر کنم زنده باشید همینجا بمانید خارج نشده چند نفر دیگر را گوش کنیم شاید فکرهای بکر با در شما پیدا شود حبیب بفرمایید سلام علیکم شوقت برادر ما یک بار در برنامه شما یک چند مسئله را قید میکنم حاضر با شما بفرمایید در مسئله حجاب و ریش گفتید اگر به تاریخ نگاه بکنید پیش از در دوره رضا شاه پهلوی در ایران همین ریش تراشی و حجاب کنی از سر مردم حجاب بر سر مردم گرفتن سر شده بود در ایران عاقبتش آورد به انقلاب اسلامی آورده رسم این در ایران بود همین کارهایی که امروز در تاجیکستان میکنه دویمش در مسئله مهاجرت گفتید 3 میلیون در مهاجرت یک بار به استاتیستیکای перепись населения سال 1980 نگاه کنید население تاجیکستان 5 میلیون население داشت 5 میلیون حاضر ببینید خودتون که در سال 1990 در دوره جنگ شهروندی قدر آدم قتل شد یک قدر دربدر شد یک قدر به خارج گریخته رفت امروز نسلین تاجیکستان 9 میلیون با 10 میلیون رفته ایساست آیا همی در فکر آدم چرخ میزند یکم وقت بله همین من هم چند بار فکر کرده هستم نگاه کنید با فکرم بعضی از اندیشه هایم را در این باره هم گفتگی هستم حالا نگاه کنید من اینجا چی گفتنی هستم با اینوبت گرفتنی شمار آنهایی که علاقه در خانه هاشون دروازه هاشون قلف است حالا در تاجیکستان ببینید از همین سری کوچه دل خود ده هم می‌دروید 50% همین اویله در روسیه است در تاجیکستان نباشد برزم این خیلی دروازه های هست زیاده هستند که علاقه قلف زده شده هستند اینا کجا سراخونه به روسیه کوچیده رفته است اویله ها بسیار کوچیده رفته هستند و اینها 3 میلیون گفته شدن و یک فکر دیگر وجود دارد که همین تعداد اهالی تاجیکستان عین حال زیاد نشان داده شده است البته 100% زیاد نیست دروغ هستند و تعداد اهالی نیست کمک میگیرند اینها صدقه میگیرند و تعداد اهالی نیست اگر 1 میلیون نفر زیاد کرده شده باشند 1 میلیون دلار $1 اگر گرم مبادا اگر سبد استعمالی مردم حساب کرده شده اگر در یک روز یک نفر چند دلار $4 صرف کردنش در کار $5 صرف کردنش در کار در یادم نیست همین قدری باشد 5 میلیون دلار $10 باشد 10 میلیون دلار دریافت میکنن اینها در سال حساب میکنن این یک پول بی اندازه است همین خیلی است واقعا هیچ نباشد برای یک نمود بیزنس هم همین است که
تعداد اهالی زیاد نشان داده می شود. نه فقط این فایده یعنی منفعت اقتصادی دارد، منفعت سیاسی نیز دارد. در انتخابات هم اینها فایده میکنند. نسبی اهالی در تاجیکستان نیست، انتخابات گذرانده نمیتوانند. البته یعنی حساب رو زیاد نشان میدهند، یعنی همین قدر آدم در انتخابات شرکت کرد میگویند و انتخابات رو میگذرانند. هم منفعت اقتصادی دارد به اینها و هم منفعت سیاسی دارد و هم منفعت اجتماعی دارد. برای همین حتی این منفعت اینها دزدها یعنی گداهای پروفسیونال شده هستند، همه همین حالتها رو سنجیده برآمده در راه پیاده کرده هستند. ولی ببینید که هر سال تو چند هزار آدم شهروندی روسیه را میگیرد، تو چند هزار آدم از روسیه میبراید، در آمدنش به تاجیکستان حساب نکنیم میبراید. خب اینا از بلند نشان دادن، از زیاد نشان دادن نسیلین تاجیکستان به تشکیلات های بین الخلقی و بانک جهانی و دیگر که از اونا قرض ها میگیرن فایده به دست میارن. ولی بینید که نسیلین در همون سال 1980 نسیلین قرقیزستان بینید 3.5 میلیون بود. ولی بینید که نسیلینش چقدر است. ازبکستان بینید، قزاقستان بینید، از ما را بینید که 100% در بالای 5 میلیون 10 میلیون شده است. این دروغ است. الان که ما که با جنگ شهروندی را سر گذراندیم، ما جنگ این قدر آدم نابود شد، این قدر ترک تاجیکستان کرد. امروز انا اون چیزایی که گفتید فایده‌ای که به دست میارن به غیر اقتصادی با سیاسی و با دیگر مخیناسی‌های دیگر، انا یک هم هر دفعه آمارها نشون میدن، هر دفعه در همه جا میگن نسیلین اینقدر شد، هر سال 5 میلیونی زیاد میشد است. گویا دولت قشاقترین دنیا هر سال 5 میلیونی زیاد میشد. پارسال 8 میلیون بود، بعد نیم سال 8.5 شد، 9 شد. این در کجا راست میآید؟ هیچ کس همیشه فکر نکرده است. من هیچ در کلای من نمیدارد که از دولتی که همه برآمده رفته ایستادن و نسلین زیاد شده ایستاده. بله. خب بعد در یک مسئله دیگر یک انکدوتتون میگم. در مسئله که گفتید که از اینجا قرض میگیرد از اونجا، یک انکدوتتون میگم. خب یک وقتی همه پرزیدنت های تمام دنیا جمع میشن و یک سویشنی میگذرونن. بعد همه میگن که بن لادن اومده ایستاده است. بن لادن اومده ایستاده است، همه میدارن تگ استالا، همه 200 پرزیدنت میدارن و این بن لادن نم میدراید و همین روز میره در تگ استال پرزیدنتی چی میدراید، امریکا میدراید و میگه ای مردک آخر ما از ترسی تو اینجا خودمون جو کردیم، گفتن که تو تروریستی نمبر 1 میای ما را میکشی. گفت است آهسته بیست، گپ نزن، پرزیدنتی تاجیکستان قفای ما اومده است و از من پول میطلبد. صرفم رفتی؟ انا از همه طلبید، از همه تروریستی دیگه مونده بود که از وایم گویم مرد رفت. قی دورای پیش بودن، انکدوتای دورای پیش. انا یک مسئله است. مسئله دیگر گفته ایستادم که من برادر بدخشانی هستم. بله. دورای پیش دورایی که رئیس ولایت بدخشان می آمد، جینجوفای قاسم است، قاسم جینجوف اصلا وای همه وقت در مجلس هاشون مردم متهم میکرد. متهم به چی میکرد؟ وقتی که میگفت که شما انا بودجت ولایت این قدر رو شما این قدر نلاگی که میدید به برابر این چی как будто дотация داده است. حکومت تاجیکستان به شما پول داده است، حکومت تاجیکستان به شما زرپلات داده است، شما مردم مفتخرید. این قدر انا همین خیل همین سخن جینجوف است که رئیس ولایت که هر دفعه در جنبسته و بدخشان در حالت داتاتسیا قرار دارد. بله، در حالت داتاتسیا شما مفتخر هستید. معنی گپش همی بود که شما اون نلاگی که شما جمع میکنید و 50% پولی دادگی مرکز نمیشود. بله. انا بینید که مردم را با چه راه ها متهم میکنن. الان که بدخشان خودش فقط همون ماشینهایی که از تماجنی کلمه میدارن و
на инки Бадахшон вай ними бюджети Тоҷикистона пур мекунад, агар таъмин мекунад, агар вай ҷамъ кунанд, олон ки вай мошино аз худашон аст. خودتون فکر کنید که با 300,000 نسلینی که وای یک نوعی نیمی نوعی لنین ممکن نیست رودکی هم ممکن نباشه. کوهستان بدخشان از تمام همه ولایت‌های تاجیکستان را جمع کنید مساحتش یک ولایت مختار کوهستان بدخشان نمی‌شود. اما اهالیش مثل یک ناحیه باباجان غفورف است. البته با همراه ما را متهم میکنن که شما را میخورانیم، شما را خورانده ایستاده است، از بالا خورانده ایستاده است و شما کارات شما مفتخرید. انا این سخنهای این رئیس ولایت در مجلس های که می آمد و آخری ها قطعی مردم که میشد. درست. انا برادر انا هم قدر سخن داشتم. زنده باش. بابا بچه هم که گپ داشته باشند با شما توفیق میخوام، با شما تشکر زیاد. توکلتون به خدا. تشکر. یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم. الو. Да. السلام علیکم، بفرمایید. Ассаламу алейкум баракатуху. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. Рамби Шарифзода, независимый. Вы сами поняли. Срывается, да? Да. Рамби Шарифзода. Что я хочу сказать? Вот до меня выступившие люди сказали в действительности боль и горе таджикского народа. Я хочу это все перевести на русский язык очень коротко и ясно. Это обращение ко всем тем государствам, которые дают деньги в Таджикистан как самой беднейшей стране мира. Вы, государственные деятели, те, которые якобы помогаете таджикскому народу, это все катастрофически является только в карман этого Эмомали Шарифовича Рахмонова, так называемого президента Таджикистана, всей его коррумпированной, мафиозной, преступной, организованной преступной группировки. И всем те, которые работают в правоохранительных, правоприменительных органах. Народу ничего не достается. Вы спросите, 99% народа Таджикистана даже в самых отдаленных кишлаках, не говоря уже о районах, не говоря об областях, не говоря уже о больших городах. Люди нищенствуют, бедствуют. Любой человек, который взрослый, который хочет в действительности заботиться о своей семье, о своем государстве, у него в мозгах нету ничего, кроме слез, кроме обиды, кроме трагедии, несчастья своего народа, своей семьи. Он думает завтра где? 15-20 сомони заработать, купить лепешку, купить первое необходимое. И то он это не зарабатывает. Поэтому более 3 миллионов граждан Таджикистана находятся в Российской Федерации. Вот здесь я хочу затронуть еще одну очень важную вещь. Несколько дней тому подряд передавали, что избили, работники правоохранительных органов, ограбили нашего брата, который постоянно выступает с призывами о том, что Эмомали Шарифович Рахмонов должен уйти в отставку, Бахадура. Что я хочу сказать? Вот к вам обращаюсь, уважаемый Шавкат Мухаммади. Если возможность будет, отдельно сделайте с ним передачу, только через вас я буду говорить. Дело в том, что сейчас фашистующие, неофашисты, неонационалисты и самые грязное, самое страшное, что посольство Таджикистана в России, в городе Москве,
ежемесячно платит $100 000 вот этим подонкам, работникам правоохранительных структур, для того, чтобы вот так обесценивали, вот так унижали, вот так мучили таджикских трудовых мигрантов. Немножко от темы я не ухожу. Почему? Потому что это тоже тема очень важная для всех нас, которые находятся и в Таджикистане, за пределами Таджикистана, и в России, и везде. Точно надо знать, в каких органах работал Бахадур, является ли он офицером запаса, в каком он звании, получает ли пенсию, чем занимается в Ленинграде, в Ленинградской области, на момент задержания, с кем был он, в каком состоянии был, выпивший, трезвый, кто с ним был. Вот именно фамилия, имя, отчество тех людей, которые увезли его, которые избивали его, которые держали его как гражданина Российской Федерации. Почему? Потому что в действительности сейчас идет огромная вражда. Враждебные действия со стороны определенных структур, которых кормит таджикские, вот именно семья первого лица Таджикистана, для того, чтобы создавать вот это, как говорится, вражду между таджиками и между местным населением России. Почему? Потому что в органах правоприменительных и правоохранительных органах России тоже имеются фашистующие, бесчеловечные деятели, которых действительно надо выкорчевывать и передать их списки именно кому? Именно Путину отдать. Следственный комитет передать. На самом высшем уровне решить. Раз президент Таджикистана до такой степени обесценил жизнь таджикского трудового мигранта, даже гражданина России из Таджикистана, надо выступить в его защиту. Вот я не отклонилась от темы. Далее. Таджикский народ, таджикские граждане приведены вот в таком катастрофическое, плачевное состояние нищеты. В Таджикистане нету трудовых мест для их работы, нету достойной заработной платы. Тысячами, миллионами люди уезжают профессиональные, имеющие высшее образование. Только выгодно это кому? Этому фашисту, этому Эмомали Шарифовичу Рахмону и всей его коррумпированной, созданной государственной системой, организованной преступной группировки, всей его семьи, всех его зятьев, всех его дочерей и всех его окружений. И те министры, которые не имеют совести, которые поддакивают ему. Единственное спасение – это Эмомали Шарифович Рахмонов должен брать пример с кого? Спокойного первого секретаря Таджикской ССР Расулова. Почему? Потому что куда бы ни приезжал Расулов, Габор Расулович, он приходил туда со своим чаем, со своим едой, проводил мероприятия в разных регионах Таджикистана, не был обязан никому. И он честно работал. В Таджикистане должен быть такой президент, как Ахмадинеджад, президент Ирана, который 8 лет служил своему народу и сейчас служит. Если Эмомали Шарифович Рахмонов не вор, если он не боится своих граждан, почему он пешком не ходит? Почему он содержит на деньги трудовых мигрантов, на деньги бюджета 3000 иностранных граждан, как своих телохранителей, дармоедов, рекетов, бандитов, которые в любое время выполняют его указания, выкрадывают любого гражданина Таджикистана и в Таджикистане, и за пределами Таджикистана уничтожать. Вот какой президент должен быть. Он должен, любой президент любой страны – это слуга народа.
Он государственный деятель, он исполняет обязанности. А в Таджикистане конституция самая хорошая, 1994 года. Но надо обязательно заставить, вот именно заставить свергнуть эту власть. Он никогда добровольно не уйдет. Он до последнего гражданина Таджикистана будет уничтожать, порабощать. Он что сделал за 30 лет? Полностью превратил в безграмотность население Таджикистана. Как можно, что студенты находятся далеко за границей, посылают огромные деньги и получают эти несчастные бумаги, что они закончили институты, университеты. Никакой профессии у них нет. О каком развитии государства может быть речь? Все, что было в Таджикистане, разграблено, уничтожено. Все находится где? У президента и его окружения. Все эти деньги, все эти богатства и недр, и все, что были заводы, фабрики. Нету другого выхода, как чтобы мировое сообщество привлекло к военному трибуналу этого самозахватчика, эту систему коррумпированную, профессиональных убийц Эмомали Шариповича Рахмонова со всей его окружающей средой. За геноцид коренного таджикского населения более 1,5 миллиона человек. Он сам признается, что 150 тысяч человек уничтожено. А теперь что он хочет? Он действительно хочет поработить полностью Горно-Бадахшанскую автономную область, повторить в свой как опыт отношению в 92 году, как он сотни тысяч людей гнал через Пянь в речку. Этого он хочет, у него никогда не получится. Далее. Почему? Потому что мы все должны быть вместе. Мы должны все одинаково думать. Мы не те, которые обманывают весь мир. Извините, паразитируют на теле всех государств мира, которые дают подачки Таджикистану. Даже 1% народу не достается ни от гуманитарной помощи, ни от этих денег, которые он миллиардами зарабатывает. Это идет в его карман, идет в карман его бандитов. Этим Сохибовым самый интересный пример. Пример того, что убили этого Гульбедина, покойного. Он дает нам пример о том, что вот он дает нам пример. Значит, можно 7 пуль в любое тело гражданина Таджикистана без суда и следствия стрелять. Вот пускай он на 1 минуту Эмомали Шарипович Рахмонов представит себе, что с 7 пулевыми ранениями, как он стрелял в те места этому Гульбедину и другому, который находился там рядом с ним. 2 покойника было. Вот пускай он представит на 1 минуту, что перед Касри Миллат в городе Душанбе 7 пулевыми ранениями точно в те места, которые стреляли по его указке, все его дочки находятся, все его зятья находятся, все его таких расстрелянных внуки, и его зятья, и особенно братья Сохибовы. На минутку, пускай он это представит. И это обязательно будет, потому что больше терпеть этого нельзя. Он дает прямой пример нам, что без суда и следствия можно уничтожать. Он просто издевается над народом. А если народ поднимется и повторит то, что повторил сам Эмомали Шарипович Рахмонов, кто давал указание на расстрел? Кто сейчас людей пугает, кто собирался на митинг? Почему сейчас их пугают? Почему сейчас над ними издеваются? Почему сейчас они себя оправдывают?
Почему мы, народ, не можем все объединиться от стара до млада, со всех регионов подняться, свой голос показать мировому сообществу о том, что дальнейшее такое управление в лице президента Таджикистана, всей его коррумпированной, фашистующей, организованной преступностью системы правления государства не может существовать. Он должен немедленно уйти в отставку. Мы должны его заставить, чтобы он ушел в отставку. Неужели среди 10 миллионов граждан Таджикистана, по статистике его, нет людей, у которых мозги на месте, у которых душа, разум болеет за таджикский народ, за его процветание, за его образование, за его будущее? До каких пор он будет людей пугать событиями 90-х годов, 97-го года? Он принимал участие в этих расстрелах, в этих уничтожениях, в этом массовом геноциде. Он руководил всеми этими мероприятиями. Почему он до сих пор президент Таджикистана? Вот какой вопрос надо поднимать. Катастрофически бедственное состояние всего таджикского народа. Нету рабочих мест, он никогда не может обеспечить рабочими местами, достойной заработной платой. Даже 1% населения Таджикистана, за исключением тех пацанимов. Каждый ребенок, каждый взрослый, каждый простой человек в каждом кишлаке, в каждом районе, в каждой области знает, что каждый кусок земли, каждое дерево, каждый камень, земля с его богатствами, недрами, к какому члену семьи Эмомали Шарифовича Рахмона относится. Почему они все молчат? Потому что они боятся, что их уничтожат так же, как Гурбидина уничтожили, так же, как других уничтожили. Почему в тюрьмах уничтожают? تشکر زیاد زنده و سلامت باشید. این حرفای شما خیلی که از دل برآمده ایستاده است، به دل رفته میچسبد. باور کنید شما هر یک حرفتان حرف دل ملت است، حرف قلب ملت است، هر یک حرف شما. و این را برابر شنیدن گویین که شما حرفای نگفته مرا گفته ایستادید، حرفایی که من نتوانستم به زبان بیارم این را گفته ایستادید و هر یک فرد ملت شاید مثل من فکر میکند. تشکر زیاد به شما. حالا یک نفر دیگر را گوش میکنیم. زنده باشید، سلامت باشید. تشکر زیاد. زنده باشید. Бог, береги нас всех, чтобы мы были правдивы, и чтобы мы могли любому мразю в лицо сказать, что он мразь, не быть подхалимами. И хватит паразитировать на теле всех государств мира, что мы нищенствуем. Нам не дают рабочие места, нам не дают работать. Прекратите помогать миллиарды в Таджикистан. تشکر. نفر دیگر سنگلی بفرمایید. سنگلی هستید اینجا؟ میکروفونتون رو فعال کنید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما گفتنیم که همه کارهایی که رحمان دزدی میکنه به اهل و عائله‌اش، گفتنیم که در همه خلق تاجیک خودش بینواتای هم مردم خودشون گناهگارن، برای که یک مش نمیشوند یک دزده ایسر همون وظیفهش گم کنن. بله. هم مردم ما خودشون بینواتن، برای که خب میکنن، میترسن، او دزدی کردن میگیره دیگه. بله. بسیار تاسف آور است. تشکر به شما. بله رحمت. تشکر. نفر دیگر رو گوش بکنیم. تیمافی بفرمایید. صدای دیگر رو خاموش کنید، خواهش میکنم. تیمافی اول صدای دیگر رو خاموش کنید، بعد شما رو پایوست کنیم.
بسیار نفرها ببینید میخواهد سخن کنند. نوبت میدهی با موسیقی شنوی آواره هستند. احوال تاجیک همین است دیگر. نفر دیگر بفرمایید. دلشاد گام میزنید. میکروفون سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم بینندگان برنامه برادر شوکتی محمد. و علیکم السلام و رحمت الله. از نام تمام بینندگان با شما. خوب شوکتی محمد، من برادر با شما از این پیشم یک چند مرتبه صحبت کرده بودیم، اساسا در موضوع همین قضیه گلبدین. خوب من گفتنی هستم که همین گروه های 24 خط سابق حزب نهضت اسلام همین موضوع گلبدین رو بسیار برداشتن وقتی همین حالت ها رخ دادن. من حالا درباره گلبدین در این برنامه یگان کلمه گام نزدم برادر. نه، من برنامه پیشتر صحبت کردگی من گفتنی هستم. حاضر گپ زنید درباره موضوع امروز گپ زنید. در اون باره گلبدین بود، درست گپ زدید درباره گلبدین. امروز من درباره گدو بیزنس گپ زدم. بیاید درباره این گپ زنیم. در این باره چی است؟ ما همون چیز اساس آورده نمو همین موضوع علاقمندیش من شما گفتنی هستم ده. معلش کنی علاقمند. این همین مسئله بسیار هم برای منفعت گروه های تروریستی استفاده بردن کوشش کرده، لیکن خوشبختانه امروز به مقصد خودتون نرسیده. برادر عزیز من یک دقیقه برادر نگاه کنید. من یک چیزی نمیفهمم برادر عزیز، بیاید همین از تهمت گپ نزنیم. حالا گفتید که بسیار کوشش کرده شدتون در برنامه، دیدید که در این برنامه من درباره گلبدین حالا نامش نگرفتم. من حاضر نگفتم. بسیار کوشش کردید همین برنامه چی کنید برادر عزیز. یک سر و صدایی که برآمد، یک رسانه کوشش کردنش در کار که او را باستاب کند و به مردم حق دادنش در کار که مردم در این باره گپش را خودش بگوید و همین است. بیایید شما گفتید که من همون قضیه گلبدین به همین موضوع امروزه شما یعنی ربط میدهم. بیایید ربط دید و چیزی که شما این خیل کرده شما اون خیل کردید به تهمت گپ نزنید. خواهش میکنم همین فکر اندیشه خودتون رو بگید. تمام. شما همون وقتی که هر قطع شما صحبت کردیم گفته در برنامه ما، یعنی در تاجیکستان آزادی سخن است و همه آزادی ها در برنامه ما گفته. راست بگذار همین خیلی که باشد اجازه دید من فکر خودم پورا بیان کنم از مبینش. من شما رو یک دقیقه نه تقریبا 30 ثانیه من شما رو نمیبرم تا آخر. هر چند نادرست کام بزنید من شما رو نمیبرم. فقط یک چیز رو بدونید برادر عزیز، ما هم میدونیم به این قائل هستیم که در زبان حقوقی یک گپ هست: свобода без ограничения это беспределье. ما هم این رو میدونیم. این گپ دیگر است. حتی کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان آزادی مردم را کفالت داده است، اما در یک ماده دیگر حالت‌های استثنایی هست که آزادی مردم را محدود میکند. ما این رو میدونیم برادر عزیز. این با آموزش نیاز نداره. فهمیده شدید برادر عزیز؟ با آموزش نیاز نداره. اما برادر جایی که یک آزادی شما او با آزادی دیگران، با امنیت، اعتبار و ناموس دیگران خلل میرساند، او آزادی نیست، او بی‌بندی‌باری است برادر عزیز. شما این رو آزادی ننامید. برای همین حالا ببینید جایی که شما تهمت کرده ایستادید، من گفته ایستادم که بیایید تهمت نکنید. همین خیلی که به هر یک کلمه من مهنت کرده با همکارانم دلیل جمع میکنم، شما با دلیل گپ زنید و این گپ‌های ما رو رد کنید. برای همین آزادی این خیلی نیست که شما به دهانتون چیزی بیاد گپ زنید. درباره گلبدین ما چیزی که بود شد گفتیم و اون رو از حکومت طلب کردیم که شهر دهد، تا به همین رو شهر نداده است. این چیزی دیگر است برادر عزیز. بیایید اکنون نوبت به شما. ای رحمت این بینیده برادر، من مسئله شما با اون مختار نیاز دارید گفتنی نیستم.
ман аз ҳамун гапам, яъне аз ҳамун масъалаи озодии сухан гап шуданам ҳамин буд ки илтимос хоҳиш кардам ки сухани маро набуред. Ман фикр мекунам гуфта шавам, баъд гӯед ки ман инҷаш хато, ман инҷаш дуруст, ё ман инҷаш маълумоти нодуруст доди. Гуфта хай баъд гуфтанитон мумкин, барои чӣ ки хай суҳбат намехе мешавад фикрам. маълаш бифармоед. خب مسئله گلبدین به ما چه گفته گذاشتم برای مقصدهای گویم اکون به فکری من نوپوکی خود نویل گشتن همون شبروز بسیار هم فعال گشتن و این مسئله رو برای منفعت خود حل کردن نتوانستیم. برای چی که علاقه خوشبختانه انا ولایت مختار کوهستانی بدخشان امروز آرام گشت به وضع پیشترش گشت و امروز از سبب آن که دیگر موضوع نماند با مسئله گدایی دزدی بیزنس گفتید گویا که تا همون دم این مسئله ها نبود. در تمام تا حتی یک عائله که عبارت از 3 4 5 نفر باشد معما مبین آنها میشد. امروز یک دولت کلان اداره کنیش هم در رابطه خودش بسیار هم مشکل است و امروز ما با مقصد دفاع نمودن از وطن خود من گفتنی هستم که پیش از این من قطعی شما هم قطعی من محمد اقبالی صدرالدین قطعی اعضایان گروه 24 گفتن با سیمای خودت برام با سیمای خودم هم یک چند مراتب برآمده صحبت کردگی هستم و گفتنی هستم که با چنین قضیه هایی که اساس حقوقی ندارد، یعنی ما در برنامه امنیت و جامعه برادر خیامدین چند مراتب شما پیوست شد در برنامه اون کس دیدیم که عکس عین حال حقیقت حال چگونه شدگی در قضیه گلبدین و اون قضیه که شما امروز دعوا دارید که یعنی دولت رو متهم ساخته ایستادید که گویا بیانیه نکرده است، در تمام موضوعی که شما امروز مطرح می‌نمایید در اساس قانونگذاری همش جواب خودش رو گرفتگی است. و من باز یک بار دیگر این چیز رو تاکید کردنی هستم که اون کس که اون شخصی که برای بیان عقیده خود به برنامه شما پیوست می‌شود، شما یکمین مرتبه من خودم دعوا کرده آزادی سخنم رو طلب کرده گرفتم، لیکن باقی مانده سخن کردن نمیدهید. من همین یک روز زن که از من پیش پیوست شدن پورا اون رو در مسئله گلبدین گپ زدن، مسئله دیگه که به خود برنامه شما دورتر از موضوع شما بود او را گوش کردید. من که هم تو سخن رو سر کردم الکی مرا سخنم رو میبرید. من آزادی سخن ندیدم، من نگفتم که آزادی من از کنستیتوسیه هم بیرون میبرد، در حقیقت آزادی بسیار به نامعقولی ها میبرد، نه که من تو اون درجه که شما گفتید من نامعقولی هم نکردم. خیلی فکری ما همه خیر بود برادر عزیز. تمام کردید برادر عزیز. ببینید تشکر به شما. من جوابش دادم درباره بدخشان. حالا برادر صبر کنید، این که از ارادشان ملاحظهشان به من بود نه به تماشابینان، برای همین باید من گپ زنم. حالا انشالله شما هم انشالله جواب میدید. برادر عزیز ببینید شما گفتید که موضوع همون گلبدین نماند، موضوعش تمام شد، حالا به این موضوع گذشتید. برادر عزیز این گپتون خطا است. موضوع گلبدین تمام نشده است. حالا چند دروغ‌های بسیاری مقامات برآمدگی است که اونها باید بررسی شوند. چند قدر برآمدگی است. در سپیسکی در روی خط من تقریبا 5-6 موضوع مربوط به گلبدین هست که بررسی شدگی نیست و این امسال کهنه نمی شود. حتما اون موضوع ها باید بررسی شوند برادر عزیز. موضوع نمود نه برادر عزیز، این موضوع دوام دارد. خاطرتون را جمع کنید برادر عزیز. چندین دروغ‌های بعد از به اتمام رسیدن تظاهرات چندین دروغ‌های مقامات فاش شدگی است که در حالت کارکرد در حالت بررسی ما قرار دارد و ما بدون آمادگی به شما هر حرف رو زده نمیتونیم. چندین حالا تمام در روی خط من 5-6 موضوع‌های هست که باید در اون باره گپ زده شود برادر عزیز. حالا ببینید این هفته کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی هفته 3 نماینده زندانی 3 نماینده بدخشان کردگی است. حالا من در این باره گپ نزدم، حالا نوبتم نامد. من این هفته یک کمتر بیمار بودم، با بیماری خودم آواره بودم، در این باره حالا برنامه نکردم، در این باره برنامه دارم برادر عزیز. حالا وای مسئله تمام نشده است.
این که میگه شما موضوع نموند به این مسئله گذاشتید، این گپتون نادرست است. ولی همین مسئله در آخر من به شما تماشابینان گفتم که همین مسئله با چند مسئله های دیگر وجود دارد که این موضوع ما نمیگنجد. حالا همین مسئله هم چند، همین موضوع هم چند موضوع دیگر است برادر عزیز. این مقامات تا حد مقامات گیم خطا میکنیم، در مقامات شخصای ورزیده و شخصای ملت دوست وجود دارند. همین رژیم با اهل اویلش تا درجه پوسخاف شدگی است که تا درجه گفتی روسا نقل شدگی است که یگان پروای ناموس، پروایی از پیامد این کارم چی میشده باشد رو ندارد. اگر پروای همین رو داشته باشد، ملت رو در حالت قشاقی به بیرونی ها نگاه داشته، یعنی بیرونی ها باید تاجیکستان را همچون کشور قشاق بشناسند، در داخل تاجیکستان بودگی اهالی باید تاجیکستان را کشور پیشرفته بشناسند. این یک گداگی پروفسیونالی است برادر عزیز که در روی خط سازمان ملل متحد باید تاجیکستان در 30 کشوری قشاق و 10 کشوری قشاق ترین داخل باشد، اما در تاجیکستان تمام اهالی تاجیکستان باید وظیفه دار باشد که تاجیکستان این رو باید شکرانه کند که تاجیکستان پیشرفته ایستاده است، تینجی است، امونی است، قمقلی است، قشاقی نیست، همه جا سیر پور است. به این باور مردم رو رساندن، به این باور خارج رو رساندن، اینستیتوت های اقتصادی رو رساندن، این یک نمود گداگی پروفسیونالی است برادر عزیز. در این باره ما گپ زده تمام کردن نمیتونه. تشکر. نفر دیگر که به این برادر فکر خودشون رو گفتم میخواستم. من با دو کلمه کوتاه به این برادر جواب میدم. این که از نام بدخشان گفت که همه جاش تین شده است و همش با زندگی آسایشش گذشته است. از نام بدخشان بچه برادر جواب نده. امروز یک فیلمی که شما کردید و جنگ اطلاعاتی را حکومت قطعی مردم بدخشان سر کرده است و اون فیلمی که امروز شما در همه جا گشته و برگشته نشان داده ایستادید، شما چی میگید که به این همه کس باور میکند؟ شما همون یک کس دو کس که در اونجا در همون تاجیکستان در ممکن با شما باور کنن، یک دو کس که مثل علیشیر خائن رئیس ولایت قطعی یک دو سرکردهش گوش میکنه، شما چی میگید؟ وای حاکمیت است. شما علیشیر را بدخشانی اسم میکنید. بدخشانی از 70 ساله تا 70 سالش هیچ وقت آسایش نمیشیند. گفته شوکت خاطر جمع باشید، هیچ وقت ما با شما نیستیم. هیچ وقت از 70 ساله تا 70 سالش بدخشان تا حالی که ما به مقصد خودمون نرسیدیم هیچ وقت آسایش نمیشیم. هیچ وقت نه در بدخشان، در تاجیکستان، نه در بیرون از بدخشان، در تمام دنیا این خاطرتون رو جمع گیرید. ما تا که طلبات های ما رو اجرا نکنید، تا امروز اینترنت نیست، ما باوری داریم که بعد یک ماه اینترنت نمیشد. ما باوری داریم که بعد 6 ماه دیگه اینترنت نمیشد. برای که شما تا اونه که همه دروغ های خودتون یک جا نکرده سرجم نکنه، با یک چند فیلم های دیگری بر دروغ باز جمع میکنید و در مغز و گوش و مغز مردم میتخانید، تا هم وقت هیچ وقت اینترنت شما نمیکشید. این طلب اولی تظاهراتگران بود. طلب دویمش رفتن انامین خائن از رئیس ولایت. برای همین هم شما از نام بدخشان گپ نزنید. بدخشان گپ زن دارد. بدخشان یک زبان است. بدخشان یک تن است. بدخشان قطعی تاجیکستان یک است. این ما انشالله добьемся своего. رحمت برادر شب. تشکر زیاد به شما. نفر بعدی سیاوش بفرمایید. سلام علیکم آقای شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله. سوزین خوبه، سلامتی خوبه بخیر. زنده و سلامت باشید برادر عزیز. همیشه خلوانی گابون باشه، استعفا رامونو. زنده باشید. نو کردید که من نو میخوام موندم. هر کل بود. یک قدم به پیش. چی باید گفتنیم که چی به در تاجیکستان اینترنت هست در بدخشان نیست. چی یک دوران نگور نمیتونه. چی به نه؟ باید بتانو کم بغلا چی به نمیتونه. اونها بدخشان یک قسمی اساسیش رو پومیر انرژی، شرکت پومیر انرژی تامین میکند. اونها از
شرکتی برق تاجیک جدا هستند، یعنی یک شرکتی دیگر هست حامل انرژی آنها تامین میکنند و بیشتری وقتایی که تو در تاجیکستان تماما برق نبود اونها برق داشتند. این حالا این خبر رو من نمیشنوم که تماما برق نداشتند. هیچ اینترنت ندارن بتانشون کم بغلا را درست اینترنت ندارن درست. هنوز بخلوص سلامت باشه که شوکت استعفا رحمان زنده باشد. نفر بعدی فکر نو آینده نو تاجیکستان نو بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. هموطنان عزیز به همه بینندگان سلام را میرسانم. هموطنان عزیز ببینید قوه اساسی در ما مردمی تاجیکستان است. ببینید من تشکری زیاد میگویم به هموطنم در بدخشان که میتینگ کردن. الحمدلله حکومت با عقب نشینی شروع کرد. و میبینید که علک غالب خود خلق است نه حکومت. باید که ما هر یک در گوجه تاجیکستان نباشیم، سرجم باشیم. آنهایی که طرفداری از حکومت میکنند به خود سوال دید بار یک مرتبه همین گونه برنامه تشکیل کردن؟ یک مرتبه پیشوای ملت میگویید اقلا پیشوای ملت شما به یک سوال عادی پریپوتت میکند. شکل که استاد محمد اقبالی صدرالدین میگویند 30 سال است که او پریپوتت کرده پریزیدنتی کرده ایستاده است. برادرای عزیز اکنون همه سرجم باشیم. بس است. من اگر نخیزم تو اگر نخیزی پس کی برخیزد؟ من اگر سکوت کنم تو اگر سکوت کنی من و تو آینده من و تو آینده فرزندان ما غلام است. اکنون من در این راه برآمدم بر نمیگردم تا همین امام علی رحمان در زندان نشود. امام علی رحمان، سید مومن یتیموف، رمضان رحیم زاده، یوسف رحمان تا در محبس من نبینم آرام نمیشینم. چگونه محبسانگی و عذاب کشته ایستاده است همین گونه عذاب رو با آنها جاری کرده می شود. با تمام اویله و اولادش که ها ظلم کرده است من سپیسکه دارم. چند نفر در کدام ناحیه ها ظلم کردند همش رو نام به نام گرفتند. چقدر که استاد محیدین کبیری گفتند باید که موزه خائنان ملت شده شود. نام به نام گذاشته می شود. برای نسل آینده شما ننگ است که چونین بابا و پدر داشتم گفته ننگ آریت میکنند. انشالله پیروزی نزدیک است. انشالله. سلامت باشید برادر. تشکر زیاد. زنده باشید. نفر بعدی عمر مبارز بفرمایید. عمر مبارز هستید گپ میزنید؟ عمر مبارز پرویز بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر شما از هستید؟ سلامتون خوب؟ شکر بفرمایید. قربان است. همین برنامه‌های شما و بعضی دیگر دوستان شما رو میبینم. برآمده بابت هر گونه موضوع صحبت میکنید، گپ میزنید، مردم به هر جور دعوت پیشنهاد میکنید، دعوت میکنید، لیکن خودتون برای چی نمیبرید به هر مردم؟ به میتینگ دعوت میکنید، تظاهرات دعوت میکنید، دیگر میکنید، برای چی خودتون نمیبرید؟ فقط کار شما دعوت است
با هر گونه گپ‌ها، با هر گونه گپ‌های دروغی که مردم به این گپ‌ها داده میشوند. با کجا دعوت میکنید؟ مغز اساسی نوبت از اون قضیه که وابسته در اینجا مطرح میشد اونها نمیدونند. اونها فقط به بسیارشون مهاجر هستند، از پی کار خودشون میشوند و مغز اساسی گپ رو ندونسته به گپشون باور میکنند، لیکن نمیدونن که این گپ دروغ است، این گپ اغوا است، این گپ اونها رو به دیگر راه میبرد. وقتی که از گفته شما اونها عمل کردن، یگان ناخوشی به سرشون آمد، از طرف شما به اونها یگان دستگیری نیست. لیکن خودتون برای چی نمیبرید؟ خودتون میتینگ تشکیل نمیکنید، فقط کارتون مردم رو دعوت کردن. چی بلایی اومد به سر مردم میزند. تموم کردید؟ بله. سلامت باشید برادر. به نهایت سوال خوب دادید. نه فقط من، بلکه هر یک نفری که به این میدان دعوت میکند باید به این سوال شما جواب داده باشد. جواب خودش را باید داشته باشد. من جانبداری هر یک حرف شما هستم. بجز اینکه گفتید که میدونید که این گپتون مردم رو به کجا میبرد. من میدونم که همین اگر من وقتی که مردم رو به انقلاب دعوت کردم، میدونم که مردم انقلاب کنه سربلندی به دست میبیارد. اگر من مردم رو به انقلاب دعوت کردم، میدونم که مردم رو انقلاب یعنی برطرف کردن دیکتاتور و مردمی کردن حکومت مردم رو سربلند میکند، حکومت رو به دستش میگیرد، از دست غارتگران نجات میدهد. من این رو میدونم برادر عزیز. برای همین تا اون زمانی که مردم به این چیز آماده نیست، من در برنامه هایم ذکر میکنم که باید به این روز آماده باشیم. باور کنید اگر ما به همین روز، من به این باور رسم که ملت من، مردم کشور، ملت تاجیک، مردم تاجیکستان به انقلاب آماده شدگی هستند و می توانند یک انقلاب آسایشته به میان بیارند و زورشان میرسد و صدایشان میرسد تا با آخر استادگری میکنند و از یگان ترس دادن مقامات نمی حراسند. به آن روز رسیم یکمین نفری که شاید به انقلاب مردم را دعوت میکند آن من باشم و در قطار همین مردم شاید در صف اول من باشم برادر عزیز. اما تا آن روز من کوشش میکنم که مردم به این روز آماده شود. با همین خیل چشم مردم را کشادن و هر جایی که باور کنید برادر عزیز مردم برخواست بر ضد همین رژیم من دستگیری میکنم. حالا من یگان کس را به انقلاب دعوت نکردم. کسانی که بر ضد همین رژیم در هر کوچه کنار دنیا نه فقط در تاجیکستان سر میبردارند، من جانبدار هستم. برای آن که وقت این رسیدگی است. وقت این رسیدگی است که ما هر یک نفر ملت بیاموزیم، بفهمیم، بدانیم که 10 پنجه دست این رژیم در کیسه ما مردم تاجیکستان است و تا اکثریت مردم کشور به این اندیشه رفته رسیدنش، به این خلاصه رفته رسیدنش که ما در حالت غارت یک رژیم، یک آیله قرار داریم، من حرفایم را دوام میدهم. اما وقتی که برادر عزیز مردم به این تصمیم رسید که باید ضد این رژیم انقلاب کند، باید ضد این رژیم برخیزد و این رژیم را از جایگاهش دفع کند و حکومت را مردمی کند، باور کنید من در صف اولی همین نفرانی که انقلاب میکنند خواهم بود ان شاء الله تعالی. باور کنید و من باوری دارم که هر یک نفری که اینجا جانش را به کف دستش گرفته مثل یک نقشه سوزان گپ زده ایستاده است، کیها از ترسیدن از مرگ، کیها از بحرش گذشتگی است. کیها شما فکر میکنید ما از ترس به تاجیکستان نمیرویم؟
ما به این خاطر به تاجیکستان نمیرویم که حرفای ناگفته ما ناگفته میماند، مثل چند استادانمان که حرفایشان را ملت نشنیده حالا در زندان هستند، مثل چندین زیاییانی که حرفایشان در تاجیکستان شنیده نشد، به شنیدن حرفایشان حکومت گوش شنوا نداشت، حالا در گوشه و کنار دنیا سرسان و سرگردان هستند. مثل همینها برادر عزیز. اما عادی‌ترین فرصت مهیا شد برای انقلاب، باور کنید در صف پیش خواهیم بود. عادی‌ترین فرصت لازم شد. از یک دست صدا نمی براید. برای صدا دست ها لازم است. برادر، انشاءالله سرجم که شدیم انقلاب را خواهید دید. ملت که اندیشه انقلاب در کلش جا شد و به این خلاصه آمد که به دوستها بس دوست دیدنت گوید، به غارتگرها بس غارت کردنت گوید، دیگر به شما حاجت این گپا نمیماند. سلامت باشید. نفر بعدی اکبر بفرمایید. سلام و احترامات برادر شوکت به شما و به تک تک بینندگان و شرکت کنندگان برنامه شما. میخواستم صحبت رو از یک قصه مثنوی شروع کنم. در مثنوی یک قصه است که 3 تا شغال وقتی که به دزدی میروند شب از داخل بازار رد میشوند، همین 3 شغال یک تاش ناگهان به خون رنگ میزند. وقتی که رنگی میشود محتاب شب هم هست، بعد 2 شغال دیگه میگن که بیا زودتر بریم که صبح شده ایستاده است، ما به دست نرفتیم. بعد این شغالی که در رنگ آلوده شده بود میگوید که نه من طاووس شدم، من به باغ نمیرم، من طاووس هم دزدی نمیکنم. با یک طاووس شدن امام علی رحمان نمیتواند رهبر تمامی تاجیکای دنیا شود، برای که خودش هم دزد است، هم گدا است، هم بیسواد است، هم در سطح پست فرهنگی مردم هم مجبور دارد که شما با همین فرهنگ برید. بله. در همین شبکه‌های یوتیوب برادرای گرامیش ما بسیار هم در داخل تاجیکستان هم بیرون از تاجیکستان با یک ویدیوهای روبرو میشویم که زنان تاجیکان رو چطور مهاجر رو دستگیری میکنن، بیخونن، فرزندانشون در پشت عرابه. شما شاهد یگان همین چیز شدگی هستید که همین مردم مظلوم رو یک نفر حکومتی دستگیری کرده باشد. نه البته و دستگیری هم نمیکنند. در تمام چاره‌بینی‌های سطح دولتی وقتی که سفرهای خدمتی امام علی رحمان شروع می شود، همه همون خرج و خراجاتش به ذمه همون مردم و صاحبکارای بدبخت هستند. بله. واقعا من گپ زنید برادر. بیرون از تاجیکستان زندگی میکنم. من از سال 2000 خارج شدم از تاجیکستان. من هیچ وقت وطن خودم رو بد نمیبینم، نه که من دلم مونده شده است که من دیگه به وطن برگردم. این اساس دارد، سبب دارد. سال 2002 وقتی که من با عائله‌ام خواستم سفر کنم به وطن، ما رو در این پست اویبک سال 2002 شما میدونید که وضعیت چه خیلی بود. شروع از همون کارگرانی گمرک و مرزبانان شما باور میکنید به من چقدر گپ‌های حقارت هم کردن به من. وقتی که من خارج آمدم این سومکای بسیار داشتم، یک تلویزیون هم داشتم، خواستن همون تلویزیون از دستی من بگیرن، نه که من مقاومت که نشان دادم من حقارت کردن، حتی یک شپوتی هم زدن، سلاح داشتم، من نتونستم شکار کنم. موضوع شما خیلی موضوع چیز هست. من افتخار میکنم که همچنین شما اگر هر یک فردی تک تکی که همین برنامه شما را میبیند از همین برنامه شما یک درسی بگیرد، این برای ما خودش انقلاب است.
باور کنید من وقتی که همین چهره شما را میبینم در چهره شما یک هنرمندی توجیک سلطانی صحنه توجیک عطا محمد جان رو میبینم شما با اون خیلی شبیه دارید مانندی دارید زنده باشید برادر عزیز به همین خاطر دزدی خیلی در سطح دولت زیاد است من که ما تکرار نمیکنم هر چی که شما گفتید من با فکر شما موافقم و همین رو میخواستم اضافه کنم که مردم دیگه اگر مردم با همین سمت دیگه رفتن بگیرد بعد از 3 سال 4 سال نه از ملت خبری میموند نه از دولت فعال باشید اگر هیچی دم گفتن نتونید یک پیشنهاد کنید برادران ما وطن هم از دست میدیم ملت هم از دست میدیم من دیگر یگان گپ اضافه ندارم خدا حفظ کند شما را برادر زنده باشید برادر عزیز تشکر زیاد نوبت زنگ از واتساپ الو سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته سلام بزرگوار آقای شوکت جون زنده باشید همین برادر سوال کرد که مقصد شما مردم پروپاگاندا برای تشویق میکنین که مقصد بخیزین ایخل کنین و خل کنین خودتون پیش نمیدرین امیو خیلی همیش گوشته خودی را میگه صداش بلنده همون خیلیده اینو با همون معنی فهمیده ممکنه یادمون را که مقصد شما از وطن از خش تبار فرزند یور همه جداش گن یور به نظر نگیرن بخیزه یا سوالات پوچی به معنی میتا و یکمش ای بعدی برادر دیگه پیشکی چیکار که مقصد قضیه گلبدین یک طرفه مشکل قضیه یک برادر کشتن مثال میخیزه یک طرفه میکنه که اولی نه فیلم تشکیل کردن یا با مردار گناهگار کردن آدمایی که گناهگارن در چی گشتن خیزن مردار گناهگار کردن که گناهگار بود باید در دست قانون جواب بده کدوم یک کار گپ یورا گپ زدن که یو میفهمن قبول میکنن خیلی خداوند دعا میکنه که یورا خدا هدایت کنه در دلشون بدازه خیلی این وظیفه ایو هم خیلی فکر شخصی شونه بعضی آدم‌ها ای شرایط‌های زندگیشون مثال تنگ حکومت استفادهشون میبره بعضیشون به خاطر یک معاش ناچیزی که هست همین کارا را میکنن همین همش به نظر گرفتن در کل وظیفه خودمون فقط مبارزه حرکت کردن در کل که به مردم میره بفهمونیم میره سرزنش کردن هم در کار نیست مثال میگم که بعض شرایط زندگی حکومت استفادهشون میبره در کار گناهگار شدن میکنه بعضیشون به خاطر یک لقمه نانی که زندگیشون پیش میبرن شرایط زندگی در تاجیکستان میدونیم که تنگ است بعد یک مسئله دیگه شما در چی کردم استاد مودی کبیری در گفته بودم مسئله را شما در اعتقاد دارم که هفته گذشته درباره محمد علی حید بود برنامه خیلی بودم در تشکر همین برنامه مثال ما هم یک از مقصد شدید شما اینه که همه چیزایی که گپ همه برادرها زدن یا که بعضیش میخواد سوال میکنه که شما چی کردین در درون نمیزنید دور میرین گام میزنید همه برآمد همه برادرها را ای محمد علی حید ای سید عمر حسینی دیگه مودین کبیری همه برنامه‌ای که در پارلمان گپ زدن در برنامه‌ای که در بین خلق برآمد کردن اخلاً یگان چی که در وقتی تمثال سوال میکنه شما با ملت چی خدمت کردین چی باید دور گام بزنید امیت کورچه هر قدم همی بمونید یا که پیش چی یا که در وقت این موضوع همی پیشنهاد کردم همی پیشنهاد هیچ قبول نشید بسیار سخنه که مثال محمد علی حیز گپ زدگی مسئله که مثال ما هم فرزند ملت مثال چی کردگی گپو همی گپو با آدم‌ها یک تاثیر یک چیه میبخشیدگی باشه بگذار همی به نظر گرفته شما برادر تشکر زیاد برادر عزیز سلامت باشید حالا یک گروهی کاری برای همین مسئله ها کار کرده ایستاده است شبکه یوتیوبی استاد محیدین کبیری باز شدگی است و در اونجا سخنرانی های سابق و سخنرانی های امروزه استاد محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان گذاشته می شود و همچنین سایت رسمی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نهضت.org هست در اونجا درباره همه اکثریت زندانیان سیاسی بعضی از نوارها نشر می شوند یک توی دیگر شبکه یوتیوبی
سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برادر باباجان قیومزاد است و چندی از همین حادثه های تاریخی از سیاسی 16 شورای عالی سر کرده و دیگر سخنرانی های سابق سیاستمداران تاجیک و عموما نفرانی که در تاریخ سیاست استقلال تاجیکستان بودن در آنجا گذاشته می شود. می توانید از این شبکه های یوتیوبی استفاده کرده بهره گیرید و باخبر شوید. حالا نفر بعدی رو میشنویم. تماشابینان عزیز، وقتی ما هم به اتمام رسیده ایستاده است. معلم کفار بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با اهل مردم تاجیکستان سلام میگم. مردم تاجیکستان مردم بسیار مهنتکش، بسیار مردم دوراندیش، مردم صبر و طاقت دار. ما هم میخواهیم که تاجیکستان ما آباد شود. ما آرزو میکنیم که تاجیکستان با مردم خوش و خرسندانه زندگی کند. این 30 سالی که ما در این مدتی اتفاق سوویتی ویران شد، به چی دست آوردها رسیدیم به همه معلوم است. اگر قید کنید، اگر در بین تمام دولت های اتفاق سوویتی پراکنده شدگان، دولت تاجیکستان از همه جهت در جای آخران جای میگیرد. از جهت نفقه، از جهت موزی ماهانه، از جهت علم و فرهنگ، از جهت دست آوردهای علمی، از جهت عادی شگرده کنای همین یک خوشرو سیامکه هم نشده است. درباره همین آدمای پیشرفت تاجیکستان مثال ما میتونستیم یک کنای خوشرو درباره احمدی دانش تاریخی سیامکه کنیم که باید نه حاضر زمان به دست دارد و نه دیگر و نه که یک آبروی تاجیک بالا برداشتن به همون کنای خوشرو کرده سیامکه کرده ممکن بود، نه که همین ما نکردیم برای خودشناسی. تاجیکستان از قدیم بسیار آدمای علم و فرهنگ دار است. حالا هم فرزنداش بسیار دانشمند بسیارند در گوشه و کنارهای دنیا. من خودم در شهر فدراسیون روسیه زندگی میکنم. همین پلیکلینیک هاش میره، خیلی دکترهای همین دانشمند تاجیک بسیار شدگی از جهت زنها مردها. این چی معنی دارد؟ آنها در وطن خود جای کار نیافتند، مزد ماهانه هاشون هم پول پوچکی بود، همیشه برآمد همینجا اومد. آینه از یک تشکیل کردن در کار. اکنون شوکت جان، شما با یک سپارش است. شما از این منبر مراجعت میکنید، از منبر شما گاه میبینم 1000، گاه میبینم 5000 آدم نگاه کنید. اگر شما از همین منبر میتوانید مردم با یک متحد کردن، همچون متحد کردن شخصانی که ضد شما گپ میزنند حرکت کنید، همون آنها را با فکت و رقم های همین استاتستیک هایی که وای روی پیش کردن نمیشود. مثلا ВВП جهانی هم حساب میگیرد، درآمدی خلق ВВП گسودارستو یا گرفته بیند، اگر کار باشد اگر بیند همین یک درود بیند. این قرقیزستان چون این تاجیکستان چون قرقیزستان از ما از همه جهت پیش میستد. راستی گپ دی. اگر حاضر در تاجیکستان اگر مثال من یگان سپاراتیستم نیستم، اگر حاضر رایپورسی گذرانید کو 98% تاجیکستان سرسوی روسیه در این گفته آواز میکرد. این از چی؟ از بیش بودنش می یکون نقضش می. ما تاجیک ها دولت SSSR با در آسیا میانه یک مردمی به علم و فرهنگ بودیم. خودتون ناز میدونید با تاجیکستان ما با یک نفری که بسیار همچون یک شخص صاحب اندیشه گپ زده شدید ببینید و شما سوال حاضر همین بسیار یک چیزی خوب را ذکر کردید. در همین تاجیکستان روسیه اعلام کند که هر نفری که از شهروندی تاجیکستان دست میکشد شهروندی روسیه داده میشود. چند درصدی اهالی تاجیکستان از شهروندی تاجیکستان دست میکشند و شهروندی روسیه را قبول میکنند؟ اگه این بسیار سوالی شما درست داده. این سوال با جواب دادن از روی عادی خودش جوابتون روی انیخ که چندم مردم تاجیکستان به یگان وعده بازی علیه شهروندی روسیه داره. از روی فکر و اندیشه های من تقریبا 65% مردم تاجیکستان از بحر تاجیکستان برآمده روسیه میاد. چون که در روسیه شرایط مساعد شدگی، زمین کلون به حساب کشت و کار کن، آباد کن. حاضر روسیه محتاجی مردم است.
اینجا با تولد شوی کم شدگی اگر درست نگاه کنید اگر من اوزی یک چیز به اعتبار دادم که از خود منبرهای خودی همین دولت تاجیکستان ها آدمای این تو با علم و با فرهنگ نسبتی طرفداری رحمان سخن نمیگویند یک اعتبار تدا خیر همین گپ میزند همه گپای همین ادبی هم گپ زدن نمیتوند بسیار چون که سواد ندارد همه بی سواد همون جمع شده موندگی یگان تا نماینده تاجیکستان نیست که در بین الملل گوییم در بین دولت ها یک با مانند پرس سکرتر میگوید یک سخنگوی می یا به زبان روسی یا به زبان تاجیکی یا به زبان همین انگلیسی خوش رو موقع تاجیکستان رو گفته کرد اینا نگاه کنید من حاضر همین ویران شوی اتفاق سوویتی 30 سال شده است من همین ماه دکتبر من همین روز پگاه هم خشت است نگاه کنید اما گورباچوف ویران کننده اسر اساسش همون است یک چیزی تاجیکستان گفتیم یک چیز اسر به اون طرف به ناگورنو قره‌باخ به جنگجو رفت است پرستریلکا رفت است گورباچوف یگان منبر به گام نزد یگان بیخبر هیچ حال نکرد است در خلق هم نمیداند این معنی اون رو داره که خارق به حادثه ها شده است حکومت ما جیم هم با آب گرفتگی یگان چیز پاسخ نمیدهد اون نمیگوید که ای خلق یا خودت اگه هنرت بلند باشی پیشوا باشی یک آدمی دانا باشی ورتلیات رو نشانو راه بالی خلق به استوگو خلق استید گپ در کجا چیکار شد گناهکار کیست прокурор генерал قتل گرفته بر ورتلیات به وزیر کارهای داخلی گرفته بر امنیت برای که давайте быстро на месте всех поставить найдите виновного чтобы такого не повторилось нест همه جیم как бы таки ягон ҷои баданаш насохтосо сади шерозӣ ҳазор солҳо пеш гузашт ки бани одам аъзои якдигаранд ки дар офариниш як гавҳаранд чӣ узверо ба дар орад дӯстгоҳ дигар узҳоро намонад қарор инак 100 сол 700 сол пеш гуфта ки сади шерозӣ ина ин намун минбари омма насиштагим сухани сади шерозӣ ин мо тоҷико ҳозир ман ҳоло гапам карда надонистам суханама дар вақти иттифоқи советӣ ман худам дар федератсия маълумот гирифтагӣ будам нисбати мо ҳамвақта ҳурмати баланд доштанд низар ба ӯзбекҳо қирғизистон ман овои хафа карда нестам нисбати мо як мо мардуми имперски мо шавкатҷон мо мардуми имперски мо мардуме ки вақташ мо ям яке аз вайҳои эроннаҷот ҳастем мо ё нодуруст ҳастам гапам ҳамун искандари мақдунӣ ҳамин мардуми эроннаҷода зер кара гирифту баъд соҳиби дунё шуд ҳамин дари се мегӯяд дари сея гирифту ва вақте ки як командири мақдунӣ ҳамун доро сея сарашта танаш ҷудо мекунад баъд искандар ҷиғ мезаду мегӯяд ки гӯш кун мегӯяд чӣ бо як куштӣ мегӯяд ман куштам не мегӯяд шоҳҳоро бояд шоҳҳо кушам мегӯяд ҳамун сарлашкараша нобуд мекунад агар таърихаша нақс хонда бошад мегӯяд ту набояд куштанат дар кор буд вая ман мекуштам мегӯяд ин мо акун аз ин чӣ гуфтам яха таърихи ин гӯям акун тақрибан 334 пеш аз мелод ки буд ҳозир ба акун пурра омда расидагӣ неҳамаш даслова акун ин бинедага мо мардуми як имперски мо мардуми тоҷик якумаш обрӯи эътибори баланд доштем дар байни иттифоқи советӣ чунки мо решаҳо мо ҳамин реша чуқур мо дорем бисёр миллатҳо патакреша як бовар кунед ба ғайр аз ҳамун хафа нашаванд дигар ҳамсоя давлатҳо як дуруст андеша карда будед ҳамун илму фарҳангошро ман ҳамин асри ҳамин 19 охирош ба бисёраш пайдо шуд ҳамин шоиру нависандаош ин мо асрҳои пешҳо ҳазорсолаҳо шуд ин рӯдаки дар бисёр ҷоҳо ман гӯшаву канорҳо мебинам ки ҳамун суханҳои рӯдаки нависаштагӣ ки рӯдаки навистагӣ вот это сказал рӯдаки вот здесь нам саъдӣ вот здесь мисол хайям гуфтам хел бисёр ҷоҳо ба асарҳои ҷаҳонӣ мехонам ман яке аз асарҳои Достоевский ба даҷи ҳамун суханҳои ҳамин асосгузорҳои манин таърихи худом ҳастанд дар ҳамаҷо хайём гуфтаги гапош ҳаст Достоевский асри 19 ба обрӯ гирифтагӣ буд тамоми ҷаҳон мешиносад ҳозир моя ки мешиносад моя мешиносад ҷамшуд иравшан рости гап ҷамшуд иравшан раиси ина бинед раиси акун маорифи тоҷикистон сухангӯиша гӯш кардем шумо чӣ хел сухан ба забон рӯзи гап зад ва дидем шарматон мебиёд он навигариш назди Путин машварат шудааст машваратҳои вазирҳои корҳои амнияти ҳамин собиқ СНГ бошад ҳамин як чиз буде ҳамин шуда бошад як моҳа гапи ва сайбемин ятимов чӣ хел баромад кард надидедми ва чӣ хел сухангӯиша
و خیلی بی‌سوادانه گپ زد. من همین چشم پوتین به نگاه کردم، پوتین بها داد دوست که اینه ببین بی‌سواده فرستنده است. این که اچو можна с ними разговаривать. یعنی سخنش گفته نمیتونه، فکر و اندیشش این تو دوراندیشی این تو بقوت نیست که اینکه من یک گپ زنم بگم این چی گپ زنم بگم این اچو можна اینه کی جای به جای گذاری کادرها گفتگی گپ است. اینه کی وظیفه گذاشتگی اینو همه معلوم که گذاشتگی اینو این بی‌سواد پر شده رفت. با فرزنداش نام داشته ناظرم جای گرفته. نه چی هستن اینها همون باندیتیزم همون این حیران میشه که یک مردم توجیک شرمتون میبیاد. درست میگم شرمتون میبیاد که چنین رهبرها چنین سخنگویها چخیل بی تیاری نزد پوتین. حیران میشم چخیل رفتن اینو یک این تو استراتژی این تو پیشنهاد کردن برای پوتین. حیران میشه. برای همین شما از خانم با آخر رسونم و شما یک سفارش هم گفتگیم که همین حرکت کنید که مردم تاجیک متحد کنید، حرکت کنید که در افیر شما حقارت و دشنام ها نسبتی دولتدارها هم نشود. سخنهای نقص که مردم ما تیار کنن در کار که ما مردمی تازه مردمی پیشرفت ما باید که مزد ماهانه بلند گیریم. 350 سوم 400 سوم اویلی در کجا هستیم؟ بله نگاه کنید. همین است که شما طبیبا ترک تاجیکستان کردگی حاضر کدام پلیکلینیکی روسیه نروید طبیب های همه قدر دانشمند نه فقط اونها خویل میشم ترش با اوچرات است تگی درش همین اوچرات است تا مودام با دانش دارن. این بدبخت ها از همین روسیه هم اومده بعضی همین طبیب های مرا گرفته برفتن مثل مرزا قل حاجی معطوف. حالا ببینید همین هفته آخر خبری که شدگی است. همین هفته آخر خبری که شدگی است همین هفته ببینید از نوحه شهر نو امسال چقدر 32 پرستار ترک کار کردگی هستند. 10 نفرشون یعنی 10 نفر طبیب با اهل خانواده بر روسیه کوچ بستگی است. فهمیدید؟ در 9 ماه همین سال 7 طبیبی بالایاقت مؤسسه همین یعنی طبابتگاهی مرکزی ناحیه از جمله جراحان، اورولوگ ها، طبیبان اویلوی و دندان پزشکان برای کار به روسیه رفتگی هستند از ناحیه شهر نو. اکنون ببینید سبب ترک کار مهاجرتی یعنی ترک کار کردن و به مهاجرت رفتن طبیبان، مزد کم، احتیاج به خانه خصوصی و سنجش زیاد و به اساس ساختارهای دولتی می باشد. این گپ ما نیست. این گپ رو نشریه صدای مردم منبر رسمی پارلمان تاجیکستان گفتگی است، نشر کرده است این خبر. پیشگیری نمیکنن تا اینو پیشگیری کردن نمیتونن کدام چیزی پیش میگیری میتونن این کارها. اکنون در همین حالت حالا ناحیه شهر نو به طبیبان اویلوی، دندان پزشک، جراح، آسیب شناس، طبیب کودکان و مامادایه و دیگر متخصصان طب محتاج شده است. او طبیبی در تک دستت بودگی را قدر نکردی برآمد از رفت است در غریبی را بر وطن ترجیح وطن را به غریبی ترجیح داده یعنی ایواز کرده است. با شما یک خاطر رسان میکنم. شما در یک برنامه داتون مسئله وی برداشته بودید مکتب های عالی تاجیکستان دولت ازبکستان پسند نمیکردگی کرده از آنجا استودنتاش دعوت کرده. خاطرتون بحث می؟ بله. این آخه دیدوست که اونها همین دولت همسایه معلوماتی ما میدادگی پسند نمیکنه برای که سوادش میگه ما به توغر نمیبیو معلوماتی دادش اکسپرتم آموخته براندنگی اینها سواد کافی گرفته نمیتونه که رفته در مکتب و در موقع یعنی وزارت کارهای داخلی ما کار کنند. چون که این بیسوادی اوجه تا کجا رفته رسیداست. این بسیار خودی آنها این ببینید آدمو پروفسورسکی گرفتن کاندیدات نوک شدن همیش کاند ساخته کاری کردی. او خودی کلام گفته بودن که اینو همیش ادیسرنت می گجا می چخل کردن خرید می 40 تا بود است 50 تا بود است می و اینو روسیه اینو تنقید کرد. اینو چیکار کردن میدونید اینو خودشون به وای ساختن وقت
висшая аттестационная комиссия акун худошон ба худошон ҳамашон вайдоданг мегиранд номзади илму профессору доценту ҳамин худ ба худ худаш як кас ҳамин мебарад ҳамин як миқдор пула метаду як зиёфат мекунад уже номзади илм ин номзадҳои илм чия иқтидор карда намухта солҳо ба бовар дорам вес ҳамун олимои ҳамуна ҷамъ як този велосипед сохта наметавонад. علاقه به فکرم کنده شد. نفر بعدی یک نفر دیگر تمام. تماشابینان عزیز اینجا نهایت برنامه امروزی ما است و فکر میکنم که برایتان معلومات ضروری را گرفتید و فکر میکنم که این برنامه ما برایتان مفید بود و به همین خاطر از یکایک شما خواهش میکنم که تگمه لایک را پخش کنید و از یکایک نفرانی که به کانال یوتیوبی ما آبونه نشدن خواهش میکنم آبونه شوید. این گونه برنامه ها خاص در کانال یوتیوبی پیام تیوی میشوند. ما برای آن که به شما معلومات های بیشتر پیشنهاد کنیم حتما با متخصصان، با اقتصاددان ها، با سیاستمداران صحبت میکنیم، مشورت آنها را میگیریم و برنامه آماده میکنیم تا برای آن که به شما چیزی مفید گفته باشیم. سربلند و پیروز باشید. با امید سربلندی ملت با شما بودم. شوکت محمد در برنامه فردای تاجیکستان. سلام و درود و بینندگان شبکه ماهواره‌ای پیام تیوی. با درخواست زیاد شما بینندگان در این نوار برایتان آموزش می‌دهیم که چگونه باید به شبکه ماهواره‌ای ما پیوست شد. برای این خریدن موجگیری نو لازم نیست و تنها با پیوست کردن یک سرک موجگیری LMB یا همان گلافکه علاوگی می توانید این کار را انجام دهید. این موجگیری هاتبیارد است که بیشتری شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید. هاتبیارد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما می توانید به ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک موجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبیارد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم میکنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون میتوانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات. ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فریکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا HFEC 5:6.